رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على من ختم به النبي وآله وأصحاب الذين هم قرات العيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه ترمذی. پیغمبر خدا فرمودند شما ای بندگان خدا دائم به دعا باشید و در هر یک حادثه‌ای که شما گرفتار باشید یا آینده حادثه هایی که به سر شما می آید، شما می توانید که با دعا پیشگیری کنید. از این خاطر ما و شما هم در آغاز این صحبت دعا میکنیم که خدای مهربان در هر یک حادثه‌ای که در هر یک مصیبتی که در هر یک مشکلاتی که این بندگان تو گرفتار هستند و هر حادثه ناخوشی که به سر این بندگان تو آمدنی هست، خدای مهربان به حرمت این دعای بندگانت این حادثه ها را از ما دور بگردان. و خدایا برای اهدنا الصراط المستقیم ما را و اهل عیال ما را هدایت بفرما. و خداوندا محبت خودت را، حبیبت را، قرآن و اسلامت را در دل تمام ما مردم تاجیکستان خدایا جایگیر بگردان. و خدایا دین اسلام را بالای تمام دینهای دنیا حکمران بگردان. و خدایا امت محمد را صلی الله علیه و سلم را در روی دنیا عددش را زیاد بگردان. و خداوندا هر عبادتی که امروزها انجام میدهیم در نامه اعمالمان ثوابش را خدایا کتابت بفرما. و خدایا راهبران دولت ما را توفیقشان را رفیق بگردان، برای اسلام هدایتشان بکن و محبت این ملت تاجیک را در دلشان خدایا جایگیر بگردان. و هر نیت های نیکی که برای این آبادانی تاجیکستان دارند خدای جامعه عمل بپوشان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. دو جمعه ما و شما در باب فضیلت نماز صحبت داشتیم و باز به شما وعده کردیم که این جمعه هم چه از فضیلت نماز و چه از وعید، عذاب، درد برای بینماز به شما صحبت میکنیم. و الحمدلله که این ساعت به همه ما و شما موفق شد و در دوام این یک ساعت ان شاء الله در اطراف این موضوع من به شما صحبت میکنم. پیش از صحبت به شما یک چند اعلان خبر میدهم. اول اینکه وقتی که ما یک بنده گناهگار، یک شاگرد بی‌ادب در اسلام
وقتی وارد مسجد میشویم آداب مسجد این نیست که شما نزد من بخیزید. این از آداب مسجد نیست. اگرچنده که فقهای ما و شما خبر دادن که شما در نتیجه خیستن گناهگار نمیشوین، لیکن آداب مسجد شما ویران میکنید. از این خاطر خواهش من این است که شما با دل اهل علم دوست داریم. شما اهل علم در هر جایی که یافتید احترام کنید، حرمت کنید. حتی در نبودن اهل علم شما اهل علم محافظت کنید. نگذارید که دشمنان اسلام اهل علم سنگ زنند. انشاءالله این در شما ثواب بی نهایت جزیل کلان صاحب میشوید. و دیگر اعلان این است که امروز در کلاب ما و شما رئیس جمهور مهمان شدند و الحال در کلاب ما و شما هستند، در ناحیه های اطراف شهر ما و شما هستند و یک چند مدت پس در شهر ما و شما داخل می شوند. و البته به همه ما و شما معلوم است که از آمدن رئیس جمهور چه نیکبختی ها و چه آبادی ها این شهر ما و شما را منتظر است. در دوام این چند روزی که آمد رئیس جمهور شد چه پاکیزگی ها و چه تازگی ها شهر ما و شما را فرا گرفت. از این جهت ما البته رئیس جمهور را به این شهر خیر و مقدم میگوییم. از قدم او البته ما شاد هستیم و خداوند قدم او را در هر یک مقیاس این تاجیکستان ما مبارک بگرداند و خداوند عدل انصاف باز هم زیادتر بگرداند و خداوند نه اینکه یک این شهر بلکه تمامی مناطق تاجیکستان را از دست خود آباد کند و در نزد خدا جزای جزیل بگیرد. از این خاطر همه ما و شما باید که البته از آمدن ایشان خرسند باشیم و در هر یک وظیفه هایی که برای ما و شما میگذارند برای آمدن این رئیس باید که ما و شما اجرا کننده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له. آیه هایی که خواندم، احادیث هایی که بر شما رسانیدم، میخواهم در اطراف اینها با شما صحبت کنم. قابلی درگاهی حی بی نیاز، قابلی درگاهی حی بی نیاز، هیچ طاعت نیست بهتر از نماز. این عبادت اشاره به نماز است. این عبادت
مایه قرب خداست، مونسی شبهای تار انبیاست. این عبادت چون ستون دین توست، شرط ملت مذهب و آیین توست. البته حق به جانب شاعرم هست که به ما و شما میگوید که درگاه بی نیاز پروردگار، در نزد درگاه بی نیاز پروردگار هیچ عمل از روی ثواب و از روی فضل از نماز افضل تر نیست. زیرا عبدالله ابن مسعود که شما گوش کرده بودید وقتی پرسیدن ای العمل احب الی الله تعالی قال الصلاة لوقتها، کدام عمل ای پیغمبری خدا محبوب ترین عمل، دوست داشته ترین عمل به سوی پروردگار است؟ عبدالله سوال کردند. پیغمبر ما و شما گفتند ای عبدالله نماز در وقتش ادا کن، این محبوب ترین عمل در نزد خداست. این عبادت مایه قرب خداست، مونسی شبهای تار انبیاست. شاعر میگوید هیل نماز چنان عبادتی هست که با پروردگار صاحب خودش را قریب میکند و چنان عبادتی هست که پیغمبرها را مونسشان، شریکشان، رفیق و برادرشان در شبهای تار نماز بود. پیغمبر ما و شما شب که میشد حضرت طهارت میکردند، جای نماز هم میپرتافتند، تا روز نماز میخواندند، تا روز نماز میخواندند. عایشه صدیقه که زن رسول اکرم بودن، حال پیغمبر که میدیدن بی نهایت غمگین میشدند. میگفتن ای پیغمبری خدا، پنجه های مبارک ورم کرد، زانه های مبارک مثل زانوی اشتر شد. شما چنان حبیب خدا هستید که اول آخری گناه تو را خدا بخشیده است. اینقدر نماز، اینقدر نماز. رسول اکرم گفتن افلا اکون عبدا شکورا یا عایشه، ای عایشه آیا من بنده شکرگزار پروردگار نباشم؟ پیغمبر ما و شما را مونسش، رفیقش در شب نماز بود. امروز رفیق ما و شما، مونس ما و شما، برادر ما و شما در شب نماز نیست. ما و شما تا 11 تا 12 تا 1 شب به همان برنامه های نادرستی که در قانون انسان وجود دارد چشمها کشاد، فقط نگاه به سوی همون است. حتی در جایگاه خواب ما و شما با طهارت خواب نمی کنیم، نماز یک جانب، تا که آسیب جین و دیگر مخلوق ها به ما و شما نرسد. امروز مونس شب ما و شما شب نشینی هایی که تا 11 و 12 شب و در نزد ما از حرام کرده های خداست، همین مونس ما و شما شده است. امروز ما وقت یابیم بازار میریم، وقت یابیم در کوچه می نشینیم، لیکن بر نماز ذوق نداریم. مونس ما و شما، یاردمچی ما و شما باید هر زمان نماز باشد. نماز از یک جانب اگر رضاگی پروردگار و خوشنودی خدا باشد، حضرت حذیفه میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حضبه امر فضع الى الصلاة.
این احدکم اذا صلى یناجی ربه. این بخاری روایت میکنه. حذیفه میگوید وقتی پیغمبر خدا را میدیدیم که یک مشکلات بالاش می آمد، یک درد بالاش می آمد، در حال میگوید در نماز چیکار میکرد؟ شروع میکرد. در حال همون حاجت همون مشکلات از نماز میجوست، با واسطه نماز از همون حادثه خودش را خلاص میکرد. شما هم میتوانید تمام مشکلاتی که دارین اگر نزد شما آمد در حال جای نماز پرتاین، از پروردگار زاره و تولا کنین، آن مشکلات شما را خداوند با احترام این نماز، با حرمت این نماز از شما دور میسازد. این حدیث پیغمبری ما و شماست. میگوید در شهر کوفه یک تاجر بود، بسیار تاجری صادق بود، بسیار تاجری صادق بود و تمام مردم مال و ملک در دست وی میدادند که وی بسیار امانت خوب نگاه میکند. باری میگوید این تاجر اراده سفر کردند و در راه میگوید یک مرد پیش راهی او را گرفت و گو میخواهم که در همین اسب تو همراه تو یک جا سوار شوم و این یک تنگه را برای رهکیرا رهپولی مرحمت به تو تسلیم میکنم و من هم به همون منزلی که شما میروید همونجا میروم، مرا نمیبری. این مرد خدا ترس در حال وی هم در اسب سوار کرد. آمدن به یک بیش هزار میگه رسیدند و این مرد از عقب نشسته گفت این راهی که تو رفته ایستاده ای راهی دراز است، اگر به این جانبی که من به تو اشاره دارم به این جانب اگر میانه بر میگوییم ما و شما، اگر با این جانب رویم باز راه کوتاه‌تر میشود. این تاجر گفتن من به این جانب راه را ندیدم، گفتن من تو را راهنمایی میکنم. این حضرت میگوید اسب را همون جانب گردانید. میگوید در یک جای رسیدیم که علفهای بلند داشت و نگاه کردم که استخوان‌های زیادی آدمیزاد در اونجا پرتافته شده است و این مرد میگوید در حال مرا از بالای اسب تیله کرد، در زمین زدم و کارد خود کشید و گفت الحال من تو را هلاک میکنم و آن مال و ملکی که در دست خود داری اونها را همه را برای خود ذخیره میکنم. این مرد گفتن مادام نیتی تو این ناپاک این باشد اجازت نمیدهی که من 2 رکعت نماز خوانم و پروردگار خود راز گویم، بعد او میلش من راضی هستم. این ظالم گفتن امین استخوان‌هایی که در پهلو میبینی همه امینها هم مثل تو گفت آرزو داشتن، آرزو کردن و از من طلب کردن که 2 رکعت نماز خوانی. من به آنها اجازت دادم لکن نماز به آنها دستگیرم نشد. این حضرت که از تحت دل نماز میخواند، نماز ریایی نداشت، نماز برای مردم نشان دادن نداشت، نماز صدقاً بود. گفتن میلش، گفتن هر چی باد آباد من 2 رکعت نماز خوانم. گفتن خواندن بگیر. این حضرت میگه جای نماز پرتافتن، شروع کردن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سوره فاتحه را تا آخر خواندن. مادامی که خوف این ظالم در دل او غلبه کرده بود دیگر زمی سوره یادش نمی آمد، نمیدانست کدام سوره را بخواند. هر چی فکر میکرد در یادش سوره نمی آمد. در حال میگه در زبانش سوره دورگشت از سوره نحل، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این آیت میگه در زبان این تاجر در حرکت در آمد که معنای اینه. مفسرای قرآن میگوید این است که کیست آن ذاتی که بنده که در مشکلات افتیده باشد او را دستگیر شود و بدیها را از این بنده دور سازد. کیست همچنان ذات؟ این ذات کی است؟ این ذات همون ذات یک و یگانه است. وقتی میگوید خان نماز و سلام داد
نگاه کرد که یک اسب یک سواره دارد و چنان با یک صورت تیز بالای این ظالم میگد هجوم کرد و این ظالم میگد سری او را از بدنش جدا کرد و این تاجر گفتن، ای دوستی خدا، گفتن بسیار موافق آمدی و در وقتی ضرورت آمدی، تو کی هستی؟ گفتن من خادمی اما یجیب المضطر هستم، من خادم همون ذاتی هستم که تو به سوی درگاه او فریاد زدی. اون ذات مرا روان کرد تا که تو را از این دست ظالم نجات دهم. رسول اکرم نماز که میخواندن، در نماز یاردم از جانب پروردگار طلب میکردن. از این خاطر این نماز ما و شما از یک جانب اگر خوشنودی خداوند باشد، از جانب دیگر همه حادثه ها را رفع میسازد، همه مشکلات دور میسازد. اگر شما صدقاً در بالای جای نماز از خدای خود زاره و تولا کنید، خدای شما فریاد شما را میشنود، خدای شما حاجت شما را میبرارد. خداوند خود میگوید من چنان به شما نزدیک هستم که حتی از همین رگ خونگرد گردن شما هم دیدم. از این رگ به شما نزدیک تر هستم و صدای شما را میشنوم و حالت شما را میبینم. آیتی که تلاوت کردیم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، سوره مؤمنون است. آیه های 9 تا 11 او هست. میگوید خداوند آن کسانی که 5 وقت نماز را خواندند، چی زن باشد، چی مرد باشد، چی موی سفید باشد، چی کمپیر باشد، چی جوان باشد، 5 وقت نماز وقتی که میخواند، اولئک هم الوارثون، خدا میگوید اینها میراث برنده هستند. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند اینها میراث میبرند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. چی میراث میبرند؟ اگر پدر ما و شما از دنیا گذرد، ما فرزندهای او مال او را میراث میبریم. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند چی میراث میبرند؟ خدا گفت که اینها فردوس را میراث میبرند، فردوس را میراث میبرند و در همین فردوس هم فیها خالدون، مخلد در اینجا میلیون ها سال راحت فردوس میبینند. کسی که 5 وقت نماز ادا میکنند. رسول اکرم میگوید اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هر وقتایی که شما میخواهید که در جنت وارد شوید، از جنت فقط فردوس طلب کنید. فإنه اعلى الجنة و اوسط الجنة، زیرا فردوس در بین جنت جایگیر است و بالای جنت فردوس واقع است. منه تفجر الانهار. رسول اکرم گفت فردوس صفتش این است که تمام آبها، چشمه ها از همین فردوس جوش میزند، بیرون میشود و در تمام اطراف جنت دور میگردند. مرکز اساسی فردوس است. و فوق عرش الرحمن، و فوقه عرش الرحمن، بالای فردوس رسول اکرم گفت عرش پروردگار میایستد. شما وقتی که جنت طلب میکنید، فردوس طلب کنید. فردوس کیها میراث میبردند؟ کسانی که 5 وقت نماز دارند، 5 وقت نماز میخوانند، صدق از برای خدا میخوانند. عن ابی مسلم تغلبی قال، ابی مسلم تغلبی روایت میکند که دخلت على ابی امامه و هو فی المسجد.
من روز نزد ابی امامه رفتم که وای در مسجد نشسته بود. فقلت یا ابی امامه حدثني منك انك سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من گفت از نام تو یک حدیث شنیدم ای ابی امامه که از نام تو روایت کردن که گویا که پیغمبر خدا گفته باشد. چی گفته باشد؟ من توضأ فاسبغ الوضوء غسل یدیه و وجهه و مسح على رأسه. شنیدم که شما ای ابی امامه گفته بوده این که از پیغمبر خدا شنیدم کسی که طهارت میکند، کسی طهارت میکند و در بهترین صورت طهارت میکند، طهارت سراسیمه، طهارتی که در هر یک شستن اعضا بسم الله الرحمن الرحیم گفته، هر یک موضع را از آب تر میکند. بعد از آن رسول اکرم گفتند بعد این روی خود میشوید، پایهای خود میشوید، بالای سر خود محض میکشد. ثم قام الى صلاة المفروضه، بعد از آن آمده در نماز فرض قائم می شود. غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت الیه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت الیه اذناه ونظرت الیه عیناه وحدث به نفسه من سوء. پیغمبر خدا گفتند همان روز چی گناهی که پاها کرده باشد، چی گناهی که دستها کرده باشد، چی گناهی که چشمها کرده باشد، چی گناهی که گوشها کرده باشد، خداوند با این 5 وقت نمازی که وی خوانده است همگی را مغفرت میکند، همگی را مغفرت میکند. فقال والله سمعته مرارا من النبی. این ابی امامه گفتند ای ابو مسلم گفتند به خدا قسم این حدیث من 1 بار نه بلکه 10 بار از زبان پیغمبر شنیدم که می گفتند که هر کسی 5 وقت نماز ادا کند این مکافات ها در خداوند وی نائل میگرداند. این از اهمیت نماز، این از فضیلت نماز برای هر کدام ما و شما. رسول اکرم میگوید من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامت. کدام زن و مردی که 5 وقت نماز محافظت میکند، 5 وقت نماز میخواند، تنبلی نمیکند، کار دنیا پیش وی نمیگیرد، بیماری پیش وی نمیگیرد، لباس های بی نماز دارم گفته پیش وی نمیگیرد، 5 وقت نماز اگر کسی ادا میکند وی در روز قیامت نجات دارد از عذاب خداوند و برای خود دیپلم دارد، برای خود دیپلم دارد. چگونه که ما و شما در دست یک دیپلم میگیریم، یک حجت میگیریم و در هر کارخانه که میرویم و نگاه میکنن که در اصل ما خواندگی هستیم و ما را در همون کارخانه قبول میکنن، این نمازها برای ما و شما انا همون دیپلم میشود، انا همون حجت میشود، در دست ما میدهند، این کلید بهشت میشود. این ما و شما نشان میدهیم، ملائکه ها ما و شما را میگویند داخل شوین در جنت. اگر همین اجازت نامه در دست ما و شما دادن نشود ما و شما وارد جنت نمیشویم. کسی 5 وقت نماز دارد تصور کند که خدا وی چی داد؟ اجازت نامه ورود جنت داد. لیکن در دوام حدیث گوش می اندازیم و من لم یحافظ علیها، لیکن کدام بدبخت و ناشکری که 5 وقت نماز نمیخواند، 5 وقت نماز در سستی دارد، در 5 وقت نماز بی پروا است، لم تکن له نورا ولا برهانا
ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون و هامان و ابی ابن خلف. چه وعیدی سخت است، چه ارزنده هستند این طایفه بینماز. رسول اکرم گفت کسی که 5 وقت نماز نخواند، این نعمت پروردگار در کفران کرد، ناشکری کرد، اینها در روز قیامت نجات ندارند، اینها در روز قیامت اجازت نامه ندارند، بلکه اینها چیکار میکنند؟ اینها روز قیامت پدرشان وارثشان فرعون است. فرعون فقال این ربکم الاعلا. این بدبخت گفته بود من خدا هستم. به نمازها همراه فرعون هستند. هامان گفته کی را میگن؟ وزیر این بدبخت، وزیر فرعون هامان بود. کسانی بی نماز همراه هامان هستند و کسانی بدبخت بی نماز همراه ابی ابن خلف هستند، دشمن سرسختترین پیغمبر ما و شما. کسانی بی نماز در بعض روایت قارون هم آمده است. آدمای بی نماز همراه قارون هستند. من میخواهم که شمس الدین ذهبی را همراه بعضی از مفسرین، چرا پیغمبر خدا فرعون گفت، چرا پیغمبر خدا هامان گفت، چرا پیغمبر خدا قارون گفت، چرا پیغمبر خدا ابی ابن خلف گفت، چرا گفت؟ این عبرت است. میگوید اگر کدام پادشاهی که نماز نمیخواند وای همراه فرعون است، زیرا فرعون چی نگذاشت که نماز بخواند؟ سلطنت، پادشاهی نگذاشتش که وای نماز خواند. هر پادشاهی که در دنیا نماز نمیخواند وای همراه فرعون است، گفت شمس الدین ذهبی و دیگر مفسرای قرآن. و کسی که برای چی هامان ذکر شد؟ هامان وزیر بود. کدام وزیری که نماز نمیخواند وزیری او سبب می شود و وای بی نماز از دنیا میگذرد، وای همراه هامان است. قارون چرا ذکر شد؟ وای ثروتمند بود، وای بی نهایت میلیاردر بود، وای در همون بانک های شویتزاریا بگیم پول داشت، مال داشت. وای برای چی ذکر کرد پیغمبر؟ برای آنکه کدام انسانی که میلیاردر است، کسانی که ثروتمند و دولتدار هستند و همین ثروت و دولتشان مانع شد و اونها را نگذاشت که نماز خوانند، وای همراه قارون است. ابی ابن خلف چرا ذکر شد؟ این بدبخت ناکس، این خدا زده در دوره های پیغمبر خدا روپروی پیغمبر آمدن و گفتن ای محمد، گفتن صلی الله علیه و سلم، من گفتن یک اسب را تربیه دارم، یک اسب را فربه کرده ایستاده هم. برای چی گفت محمد؟ گفت برای هلاک تو ای محمد. من بالای این اسب سوار میشوم، هجوم بالای تو میکنم ای محمد و تو را نابود میکنم. این اسب در خانه بهر این من تربیه دارم. اینا کس نمیداند که محمد بی صاحب نبود. این بدبخت نمیدانست که محمد چنان پشتیبانی داشت که دنیا را در یک میجه زدن نابود میکرد. محمد این گونه صاحب داشت. مدعی خواست، سعدی میگوید مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. مدعی میخواهد، امریکا میخواهد، انگلیا میخواهد، ژاپن میخواهد که مسلمان ریشه کن کنه، لیکن مسلمان صاحب دارد، خدا دارد، خدا پشتیبانش میشود. انشاءالله اینا ریشه کن میشوند، اینا هیچ وقت غالب بالای ما و شما نمیآیند. وقتی که خدا خود میگه این نحن نزلنا الذکر و این له لحافظون، همه شما بی پروا باشین. ای امت تاجیکستان، ای مردم تمام مسلمان بی پروا باشین که من خود قرآن فراوردم، من خود قرآن روان کردم، من محافظ چی قرآن هستم. اینا کسی تا قیامت نابود کردن نمیتونه، کسی نمیتونه. محمد اقبال میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. محمد اقبال خدا رحمت کرد، من اون زیارت کردم.
میگوید از فنا این قوم بی پروا هستی. برای چی ما بی پروا هستیم؟ برای چی بی پروا هستیم؟ از فنا این قوم بی پروا هستی، استوار از نحن نزلنا هستی. ما استوار به همین آیتیم، این نحن نزلنا ذکر و این له لحافظون. ما استوار به همین آیت هستیم که خدا خود وعده میکند که ما پشتیبان مسلمان هستیم، ما پشتیبان قرآن هستیم، ما تکیه به همین آیت داریم. از فنا این قوم بی پروا هستی، استوار از نحن نزلنا هستی. تا خدا ایطفئوا فرموده است، از فسودن این چراغ آسوده است. خدا میگوید تا وقتی که من خود این چراغ پوف نکنم، این چراغ تا زمانی که من خود خاموش نکنم، اینا هیچ کس خاموش کردن نمیتونه. این چراغی هست که هر روز چراغ احمدی را حق بافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی را پوف میکند و خود میسوزد. هیچگاه قرآن نمیسوزد، اسلام نمیسوزد، اسلام شکست نمیخورد. این ابی ابن خلف فکر کرد که من این اسب تربیه کردم قطعی محمد را هلاک میکنم. چی میداند که از دست محمد او هلاک میشود؟ ای بریده، ای بریده آن لب و حلق و دهان، به این دشمنان اسلام رومی مراجعت میکند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد بیشکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. این توفی که اونها دارن، این هجوم هایی که اونها دارن، اینها میگوید به سر خود ایشان می آید. اینا در آسمان هیچگاه جای نمیابند که اونها استوار شوند. جنگ احد بود، این بدبخت در همون اسب سواره خود سوار شد. از اون جانب محمد بود صلی الله علیه و سلم، از این جانب این مشرکان عرب با همراهی ابو سفیان که این جنگ را بیشتری پول از جانب ابو سفیان شد برای طرفداری مشرکان. از اون جانب حرکت کرد ابی ابن خلف با اسب خود. صحابه پیغمبر گفتند که رسول اکرم اون ناکس هم با تو میخواهد هجوم کند. رسول اکرم گفتند بگذار پیش بیاید، بگذار پیش بیاید. ابی ابن خلف نزدیک آمد. رسول اکرم یک نیزه را برداشتند و جانب این دشمن سرسخت حواله دادند. این نیزه آمد، راویا میگویند در گردن ابی ابن خلف زد. از ضرب سخت محمد ابی ابن خلف بر زمین زد و از جای خود خیست، در اسب سوار شد و پس گشت، از میدان جنگ برآمد. ابو سفیان خنده کرد، گفته ابی ابن خلف در گردن تو اونقدر جراحی و ازبینی نیست که تو مثل گاو فریاد زده ایستاده ای. گفت ابو سفیان گفت قسم به لات و عزا، وای به خدا باور نداشت، به همون هیکل ها باور داشت. گفت قسم به همون لات و عزا که تو میدانی که این ضربه کی است؟ این ضربه محمد است، این ضربه آدم عادی نیست، این ضربه محمد است. گفت و گفت به خدا قسم، گفت به همون لات و عزا قسم که اگر این درده که در گردن من است اگر در مردم حجاز تقسیم کنی همش هلاک می شود. و این ابی ابن خلف با همین داد و با همین فریاد بدبخت از دنیا گذشت. روز قیامت بی نمازهایی که به تجارت مشغول بودن و تجارت اونها را نگذاشت که اونها نماز خوانند، ابی ابن خلف تاجر بود، در زیر بیرق ابی ابن خلف میخیزند. کدام تاجره که امروز نمیخواهد یا اینکه دکان نمیتواند که دروازه او را بپوشد و نماز جمعه خواند
و نماز 5 وقته خواند، فردای قیامت در زیر بیرق این ناکس، این نالایق امیه ابن خلف سر میبردارد. چی ناخوب است، چی زشت است، چی شرمندگی هست که آدم در زیر بیرق فرعون، در زیر بیرق هامان، در زیر بیرق قارون، در زیر بیرق امیه ابن خلف خیزد. چی خوش است که ما و شما در زیر بیرق محمد اگر سر بردارید. چی خوش است که اگر ما و شما در زیر بیرق ابوبکر اگر سر بردارید. چی خوش است که در زیر بیرق عمر که در محراب از دست فیروز ابولولوی مجوسی زده شد، روده ها برآمدند، حضرت فریاد زدند آیا عبدالرحمن ابن عوف هست؟ گفتن هست. گفتن پیش در آمد. حضرت در همون حالت از پس عبدالرحمن ابن عوف نماز خواندن عمر ابن الخطاب، در حالتی که روده های مبارک کشال بدن. نماز خواندن، تمام کردن. اونها مثل ما و شما مثل دانچین، مرغ دانچین نماز نمیخواند، بلکه 2 رکعت نماز او ساعت دوام میکرد. حضرت طاقت کردن نماز خواندن. چی خوب است که ما و شما در زیر بیرق عمر سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق عثمان سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق علی سر برداریم. این برای ما و شما خوب است. خوش به حال همون خانواده ای که اصلاح شده است. خوش به حال همون زن و مادر و کودکایی که در خانه سحر میخیزند، با یک حالت وزنی چشمها را میشکند، خواب اونها را غلبه میکند. لیکن ایمان، لیکن این مردی بزرگی که در خانه سرفرمانده خاندان است، اونا را بیدار میکند و جای نمازها پرتافتگی نماز میخوانند. خوش به حال اون خاندان. اون خاندان چه مبارک خانه است. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی حیاترین، شرمنده ترین انسان در روی دنیا نفری هست که نماز ندارد. در بین تمام ملت، در بین این 7 میلیارد آدمی که در دنیا زندگی میکند، رسول اکرم گفتن لا سهم. سهم گفتن قدر، قیمت میگن. قیمت ندارد شخصی که نماز نداشته باشد. بی آبرو هست، شرمنده هست. یک شیخ خواستن که سفر کنن و سفر او با طریق راه بحر بود. آمدن نزد ساحل و کشتی منتظر بود. حضرت در کشتی نشستند. وقتی که کشتیبان کشتی را حرکت دادند، در بین ساحل رسیدند. این شیخ به همین بحر نگاه کرد که حیوانهای آبی یکدیگر را میخورند. حتی نگاه کرد که ماهی را میخورد. شیخ در حیرت افتاد. این چی معامله باشد که حیوان میخورد؟ این بار اول میبینم که ماهی را میخورد. کشتیبان فریاد زد، گفته دوستی خدا این چی معامله هست که امروز من میبینم؟ گفتن ای شیخ، گفتن این 10 سال شد که من در این ساحل، در این دریا مهنت میکنم، کشتی خودم میرانم، این احوال را مشاهده میکنم که حیوانهای دریا یکدیگر را میخورند، حتی ماهی‌ها را میخورند. شیخ در حیرت افتادند و در حال برای سیر این آشکار کردن جای نماز پرتافتند و سوی پروردگار خود مناجات کردند، خدایا از سیر این ما را خبر بده. این چه احوال شد؟ این دهشت است، گو این مصیبت است. مناجات آمد. ای دوستی خدا، گفت باره در این کنار بحر یک شخص بی نماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت،
و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهیها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد. میگوید زمین روز 3 بار به سوی پروردگار زاره میکرده است: ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را در قعر خود کشم، عذاب دهم. خداوند میپرسید است: ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند، مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند، این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی. زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد، صدا میبرارد که وای کشاده کنند تا که وای کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است، وای زن است، وای کمپیر است، دختری جوان است، جوانی جوان است. خدایا بر من اجازت ده تا که این طایفه‌ای که از زنا در بالای من غسل میکنند، اینها را من چیکار کنم؟ با فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم. تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، وای دایم جنوب است. آدم از کدام وقت پاک میشد؟ وقتی بازن حلالی خود میرسد. این حالت ده آب وای پاکیزه میکند، آب از وای نفرت دارد. سوم همان کسانی که نماز نمیخوانند، پروردگار را رخصت ده که اینها را من بر شکم به خود فرو برم. یقین است ما و شما روز وارد قبر میشیم که این شکم به زمین است. چه بدبختی است که اگر ما و شما خون یک برادر ریزانده باشیم، یا چه بدبختی است که ما و شما زنا کرده و توبه نکرده باشیم. چه بدبختی است که ما و شما اگر نماز نخوانده باشیم. وای به حال ما و شما که قبر نسبت ما و شما چی احوال بدی را در اونجا برقرار میکنه. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، حافظ میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر رو نمرده به فتوای من نماز کنی. کسی که در دنیا میگوید اگر نماز نمیخواند، حافظ شیرازی میگوید که ای مردم به فتوای من این که وای نمرده هم که باشد جنازش خوانید که وای در قطار آدم مرده ها هست. جنازش بخوانید، گفتند که وای هلاک شدگی هست، وای مردگی انسان در بین مردم به شمار می رود کسی که نماز نمی خواند. خدا رحمت کند حافظه. باز میگوید شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. این شیطانی که امروز تمام امت اسلام وسواس میکند، از نماز باز میدارد، این کثافت یک خطای کرده بود. وقتا این خطا را کرد، خودش را خدای زمین وقتی که خواند، خداوند ای را از درگاه چکار کرد؟ رانده کرد. گفت تو از درگاه ملائکه ها دور شو که تو ملعون هستی، تو لعنت کرده شده هستی، تو مردود هستی، تو مرجوم هستی. از این درگاه گفت این جای تو نیست. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد.
دیگر خطای شیطان این بود که وقتی خداوند آدم آفرید و گفت ای جمع ملائک، اون زمانها شیطانم در قطار ملائکه ها بود، گفت آدم سجده کنین. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار گفت مرا تو از آتش آفریدی و یا از خاک آفریدی. آتش لایق نیست که خاک سجده کنه. از روی این گفتار شیطان پروردگار از درگاهش رانده کرد. حافظ امین یادآوری میشد که شیطان که رانده گشت و جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی‌نماز. او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. حافظ میگوید این شیطانی که دوزخی هست، کافر است، ملعون و مردود و مرجوم است، این از بی‌نماز بالاتر است در قدر و فضیلتش، زیرا که وی آدم سجده نکرد، لیکن این انسان ها خدا را سجده ندارند. حضرت عیسی میگوید، باره میگوید به یک کوه گذشتم، نگاه کردم که بی نهایت درختاش میوه‌دار بود، چشمه های زیاد داشت و بسیار کوهستانش سبز بود. یک منظره خیلی خوبه بود. مردمش پیش من دویدن و بر من هر گونه مال دادن. من مالی اونها را قبول نکردم و بسیار با دولت محله بود. با اونها دعای خیر کردم و پس گشتم. 3 سال بعد باز به همون وادی گذر کردم. نگاه کردم درختها همه خشک، چشمه ها همه خشک شدگی. یک بیابانی تماما بگیم در نظر انسان نفرت آور اون محله را فرا گرفته است. کسی در اونجا زندگی ندارد. و سوی پروردگار مناجات کردم، خدایا این چه منظره زیبا بود 3 سال پیش، چه حالت شد. از نزد پروردگار صدا آمد که در این محله بار یک آدم بی‌نماز در این چشمه های این محله غسل کردند، آبازی کردند. از حسابی گفت آبی بدنی همین بی‌نماز این بستان سرا را ما چکار کردیم؟ به این خرابزار مبدل کردیم که این بی‌نماز در این محله داخل شد و آب بدن این چی شد؟ در این بستان سرای ما داخل شد. این است وعید آدمی بی‌نماز. برادرای عزیز، ما و شما کار کنیم از طایفه آدمهای بی‌نماز نباشیم. چه عذاب دردناک است، چی واخوری های ناخوب در روز قیامت برای آن کسانی که دنیا در بی‌نماز از دنیا سفر میکنند. بی‌نهایت عذاب دارند. وقتی در زیر بیرق فرعون و هامان و قارون و ابی ابن خلف باشد، پس دیگر چی جای وصفش است؟ دیگر چی جای بیان کردنش است؟ سعدی میگوید وا مشمده که او بی‌نماز است. آدمی بی‌نماز میگه اگر نزد تو بیاید قرضدار، اگر یگان معرکه دارد یا میخواهد که از تو قرض بگیرد، وامش مده که او بی‌نماز است. تو یک قرض نتی میگوید. برای چی؟ آیا سعدی رحم نداشت؟ آیا سعدی دلش به مردم نمیسوخت؟ وامش مده که او بی‌نماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود شما با وی قرض ندهید. میگوید زیرا که آدم بی‌نماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند وی پروای قرض تو ندارد. این است تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم.
امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارد. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بی نماز است وای کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بی نماز گپ میزنم از آیات های قرآن. با چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارند، وای بی دلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بی نماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمیانی که بی نماز کافر است قتلش واجب است. این امام شافعی گفتند. این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند کسی بی نماز باشد وای زندانی کنید، زندان برین، در زندان 3 روز وای را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه. اگر نماز قبول کند کشاده کنید وای، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بی نماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بی نماز است. انشاءالله من باز ضررهای اینها را برای شما جمعه آینده خدا خواسته باشد آگاه میکنم. الحال یک چند برادرهای ما و شما یعنی طلب دعا کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنم. یک برادر من در دوشنبه که بی نهایت جوان مرد است و بی نهایت سهم کلان برای طالب علم ها میگذارد، کتاب ها میخرد به نام عارف که اون برادر من هست، و طلب کردن که برادرها را التجا کن که من یک شخص بیمار هستم، در حق من دعا کنن. از این خاطر در حق این عارف جان دعا میکنیم که خدای مهربان این بنده خدا شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب روزیش بگردانی و هر یک همتی که در راه اسلام میکند خدا در نامه اعمالش کتابت کنی و خداوندا باز فرزندهای این عارف جان خدمتگار اسلام و خدمتگار پدر و مادرش بگردانی. آمین یا رب العالمین. و برادرمان شریف خان از این محله و یک خواهرمان رابعه و از ما طلب کردن که در حقشان دعا کنیم. خدای مهربان این بنده خود و این خواهر را خدای عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و هر مشکلاتی که داشته باشند خدای مهربان مشکلات هاشان آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. یک برادرمان اینجا 100 سامانی برای همین تعمیر مناره، همین مناره که در این طرف است، یک اوستای یافتیم، همین در یک مبلغی کلان را نام گرفتند، 100 سامانی آورده داد است که در همین مناره صرف کنین و کسانی که اگر میخواهند که یعنی یاردمی در همین مناره کنن، این مناره هم خیلی زیبا می شود. اون صورتی که اوستا کشیده است خیلی صورت زیبا پیدا میکند. اگر یاردم کردنی باشد مرحمت میتواند که در ما مراجعت کند و این برادرمان هم 100 سامانی خیر کردن برای همین مناره که در حقشان دعا کنیم و همین طهارتگاه ما و شما به یاردم اجتماع شد. یعنی یک سومی کلان در اینجا صرف شد و الحمدلله امروز تیار است و خدمت ما و شما را میکند. اینا صدقه های جاریه هستند، یعنی صدقه های هستند که تو در قبر مردگی خوابی لیکن در نامه اعمالت ثواب این رفته ایستاده است. این مبلغایی که شما در مسجدها و در طالب علما صرف میکنین اینا برای شما صدقه جاریه هستند. اگرچه تو تا قیامت که مثال در قبر خوابی 100 سال یا 200 سال بعد تو قیامت هم که شود نامه اعمال تو هوی است و این ثوابش در نامه اعمال تو می رود. و اینجا یک برادر دیگر من 2 قرآن آوردن،
فردوس بوده است که در حق پدر و مادرش دعا کنیم. خدای مهربان پدر و مادر این فردوس جان خدا زنده باشند یا مرده باشند، رحمت و مغفرتشان کند و خدای مهربان این فردوس جان هم خودش عمر دراز و تن صحت نصیب روزی بگرداند و این برادری که خیر کردن برای آبادی مناره، خدا این خیرش به درگاهت قبول بگردانی و همچون صدقه جاریه در نامه اعمالش خدا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. اکی حاجی باترخانم در حق مادرشان گفتن دعا کنیم خدای مهربان مادر حاجی باترخان رحمت و مغفرت بگرداند و خود حاجی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خدا علمتان را زیاده گرداند. من میخواهم نامم را عوض کنم. من فیروز نام دارم، از روی کتاب نامم را عمر ماندم. البته عمر ارزنده هست. فیروز این کسی بود که عمر را کشته بود، یعنی همون ابو لؤلؤ مجوسی همون نام اصلیش فیروز بود. خوب می شود که ما و شما نامهای اسلامی داشته باشیم. چندین بار من تکرار کردم. شما شرط نیست که یعنی دویده رفته همون پاسپورت ها و شهادت نامه هاتون علیش کنید، بلکه شما خودتون اعلام کنید که نام من عمر است، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این کراما کاتبینه که در شانه های ما و شماست، اونا نام تو را از فیروزی خط میزنند و می نویسند نام این بنده خدا عمر است. و رو بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من ختم به النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید من 10 سال در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. با رسول اکرم یک جایه بودم، با او خدمت میکردم، با او آب طهارت میدادم و حبیب خدا چنان یک فعل داشت که بار هم بر من نگفت که این کار تو خوب است یا ناخوب است، این کار را درست کردی یا نادرست کردی. چی یک اخلاق نمونه داشتند. و حضرت انس میگوید لکن اکثر وقت پیغمبر خدا را گوش می انداختم، دعا می کرد. چی دعا می کرد؟ دعا می کرد و پناه از عذاب قبر می کرد. از این خاطر من هم می خواهم پیش از آغاز صحبت از این تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پناه طلب کردن از عذاب قبر شروع کنم، زیرا که روز از روزها ما و شما وارد قبر می شویم و در قبر گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فتنه های وجود دارد، حتی وسواس شیطان هم در قبر وجود دارد. از این خاطر دست به سوی پروردگار می برداریم و دعا می کنیم که خدای مهربان اولا سکرات مرگ را به تمام این قوم جمع ما خدای آسان بگردان
و خدای مهربان کلمه های شهادت و طیبه را در حالت سکرات مرگ بر زبان ما رانده بگردان و خدای مهربان زمانی که ما را در قبر میگذارند قبر ما را به باغ از باغهای جنت مبدل بگردان و قبرهای ما را پروردگارا منور بگردان و هر فتنه هایی که در داخل قبر ما هست خدایا با فضل خودت به حرمت این روز جمعه خدایا آن فتنه ها را دور بگردان و خدای مهربان گذشتگان ما را هم رحمت و مغفرت بگردان قبرهای گذشتگان ما را هم پر نور بگردان عذابها را از داخل آنها بیرون بگردان و خدایا بیماری هایی که هست همگی را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان فرزند طلب هایی که در این قوم ما هست فرزندهای سالم و صالح خدا نصیبشان بگردان مسافرهای ما را پروردگار صحت و سلامت به خاندان برسان رهبران دولت ما را توفیقشان را پروردگار را رفیق بگردان و برای راست برای عدل برای خدا ترسی خداوندا هدایتشان کن و عمر دراز و تن صحت نصیبشان بگردان آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما با شما در دوام 1 ساعت سوال و جواب ها کردیم و این سوال و جواب های ما انجام نیافت و میخواهم که این جمعه هم این سوال های بیشماری که الحال باز باقی ماندگی هستند یک قسمت اونها را برای شما مختصرا جواب میگویم. السلام علیکم داملای محترم، من یکی از مخلصان شما میخواهم که به من مصلحت دهید. پدر یک دختری که از دهه خودمان هست به من گفت که فعل و رفتار تو به من معقول است، تو آدم نمازخوان هستی، بیا من دخترم را به تو میدهم، اما دختر به من معقول نیست. پدر دختر هم داملا هست، من چیکار کردم را نمیدانم. التماس داملای محترم به من یگان مصلحت دهید. البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر یک نفری که میخواهد که یک زن را در نکاح خود درآورد پیش از نکاح حقوق دارد که به چهره آن زن نظر کند. یعنی وقتی اون زن نگاه میکند و اون زن به این مرد وقتی که قبول میشود معقول میشود، این زمان میتواند که خواستگارهای خود روان کند. لیکن وقتی که کسی نباشد، خواه داملا باشد خواه غیر داملا باشد، وقتی دخترش را در یک جوان پیشنهاد میکند و اون جوان در وقتی که این دختر که معقول نباشد، جوان حق دارد که وی رد کند. میگوید که رحمت، تشکر زیاد، ما از شما منتدار، لیکن دختر شما بر من معقول نیست. این حقوق این جوان دارد. برای همین یگان جایی یعنی روسوزی هم ندارد، زیرا این یک حیات خیلی بردوام به همراه تو می باشد. وقتی از روز اول که در تو معقول که نباشد، برای تو زندگی دیگر لذیذ و شیرین نمیگذرد، زیرا وی در دل تو پسند نیست، در دل تو معقول نیست. لیکن جوان عزیز، من حدیث از پیغمبر خدا را برای تو قرائت میکنم که پیغمبر خدا میگوید تنکح المرأة لأربع، شما دخترها را ای جوانها از 4 جهت میگیرید: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها. شما دخترها را از 4 جهت اهمیت داده و در نکاح می درارید.
اول بسیار جوانهایی هستند که فقط جمالدار میکابند. بسیاری از جوانهایی هستند، دوم گفتم پیغمبر، که مالدار میکابند. بسیاری از جوانهایی هستند که دخترهای وظیفه‌دار را میکابند. برادرش وظیفه دارد، پدرش وظیفه دارد. و بسیاری از شما دیندارها را میکابد، یعنی از 4 جهت، خواه مالداری او، خواه جمالداری او، خواه وظیفه داری او، خواه دینداری او. لیکن معلم ما، سرور ما به ما و شما چی میگوید؟ فظفر بذات دین تربت یداک. همه شما جوانها ده من مصلحت میدهم، گفت پیغمبر، که دیندار را بگیرین. زن دیندار را گرفتین برای شما خدمتگار میشوند و خاندان تو پربرکات میشوند. و اگر جمال داشته باشد و نماز نداشته باشد، جمال داشته باشد و از خدا نترسد، جمال داشته باشد و حیا نداشته باشد، جمال او برای تو چی منفعت میبخشد؟ اون جمال بعد 1 سال یا بعد نیم سال اون جمال از چهره وی دور می شود. جمال او ابدی در او وجود ندارد. مالداری هم مثل همین است. به دولت مناز و به محنت ملال. سعدی را خدا رحمت کند. انسان باید به دولتداری ننازد، به کمبغلی هم ننالد. میگه به دولت مناز و به محنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. اینا زود هستند که یا آدم کمبغل به دولت می شود یا دولتدار کمبغل می شود. این تجربه حیاتی امروزه ما و شما برای ما و شما درس شد. یک کنایه بود در یک زمانها. هیچ بودگان هر کی شدند، هیچ بودند، امروز کس شدند. دولت نداشتند، دولتدار شدند. دولتدارها امروز بی دولت شدند. امروز ما و شما دیده ایستاده ایم. حضرت میگد همین است رسم سرای درشت، گه پشتی زین و گه زین به پشت. این رسم سرای درشت، این سرای درشت، این دنیای بی عدل، این دنیایی که ما و شما داریم، این سرای درشت است. این حضرت سعدی میگوید که انا این قاعده دنیا همین است که گاه در پشت زین هستی، گاه زین در پشت تو هست. یعنی این دولتداری و مالداری شما ابدی نیست. برای همین اون مالداری را که ما و شما میگیریم، مال وی زود است که از دست او زوال می شود، می رود. وقتی وی کمبغل شد چکار میکنی؟ باید که وی تو طلاق دهی، زیرا تو برای مالش وی گرفته بودی. ولی حسبها، پدری وی وظیفه داشت، برادرش وظیفه داشت، فردا فرمان برآمد از کار بیرونش کردند، باید وی تو طلاق دهی، زیرا مقصدی تو برای وظیفه داشتن برادری او بود، پدری او بود. دیگر وی برای تو محبوب نمی شود. از این خاطر تعلیم رسول اکرم گوش کن در کار. دیندار، با ستر، با حیا، این برای ما و شما مبارک است. السلام علیکم داملای محترم. با عقیده بعضی اشخاصان میگویند که در مسجد از جانب چپ یا راست ایستادن نمازخوان از جهت ثواب یگان فرقیت دارد. حدیث پیغمبر خداست کسی که در طرف راست امام است ثواب آنها بیشتر است. یعنی کسانی که اگر از این جانب می نشینند، این جانب طرف راست امام است. اینجا رسول اکرم گفتند ثواب زیادتر است. در داخل مسجد از جانب چپ قامت گفتن یگان نقصان دارد، نه باک ندارد. از هر جای مسجد اگر قامت برای نماز گویم باک ندارد. از هر جای قرآن، از هر جای مسجدم اگر قرآنم که خوانده شود باک ندارد. یک سوال دیگر آمده است که
اگر از بین قوم یک کس قرآن خواند و پیش و پس وی آدم ها باشد یگان زلال دارد؟ نه، زلال ندارد. از کجای اگر مسجد از قفا است، از بین است، وقتی آیت خوانده می شود این یگان زلال و یگان نقصان ندارد. محترم حاجی میرزا، ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه فهمیدن میخواهیم که شعرهای عمر خیام در کدام موضوع نوشته شده است. میخواهیم که در یکی از نمازهای جمعه سخن گویید. این عمر خیامه که این فیلسوف خدا رحمت و مغفرتش کند که امروز اکثر شراب خورها، اکثر حرام خورها میگویند گویا که شعرهای عمر خیام یعنی فقط به خمر و به مینوشی دلالت میکند. این البته به البته غلط است و خطا است. عمر خیام نفری هست که اولین همین جدول مندلیو میخونده ما و شما در مکتب از خیمیا. انا همین جدول مندلیو اولین خیمی که در روی دنیا عمر خیام است. کشفیات این از طرف عمر خیام شدگی است. این حضرت در باب توحید، در باب خدا ترسی، عشق به پروردگار صحبت‌های زیاد دارد. میگوید فریاد که عمر رفت بر بیهوده، فریاد که عمر رفت بر بیهوده، هم لقمه حرام و هم نفس آلوده، فرموده ناکرده سیاه رویم کرد، فریاد ز کرده های نافرموده. چه یک معنی های خیلی زیاد دارند. یا دیگر شعری او را میگوییم دانی که سپیددم خروز سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ چرا همین خروز سحر فریاد میزند ای صاحب خانه از خواب بخیز؟ دانی که سپیددم خروز سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شب گذشت تو بیخبری. ای غافل از خوابت خیز، از عمر تو یک شب گذشت، چی بندگی به خدا کردی؟ میگوید این برای تو این خیل میگوید. این را عمر خیام میگوید. خدا رحمت کند عمر خیام. یگان خیالاتی بد نسبت این نگذرانی. اینا همه فیلسوف، همه این عالم های برجسته اسلام هستند. در یک شعرش میگفت که من در بسیاری از موعظه ها در معرکه ها میگویم گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت. بین تعلیل حدیث است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. ای انسانی که تو امروز از پی نفس، از پی خواهش نفست حرکت کردیستی، یقین دان میگوید سوره یوسف این النفس لاماره بالسوء، این نفس شما دشمن شماست. این تحلیل آیت است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر، حضرت میگوید همه شما در خطاب دارد، بینگر چی کسی و از کجا آمده ای؟ میدان که چی میکنی، کجا خواهی رفت؟ از کجا آمدی؟ از کجا آمدی؟ و برای چی آمدی؟ و چی کار کرده ایستاده ای و کجا می روی؟ این چهار چیز تحلیل که میگوید. ببین همه شعرهایی هست که فقط به سوی دعوت حقیقت، به سوی دعوت راست ما و شما را دعوت کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی میرزا، به سوالهای زیرین جواب گردانید. شخص مست از دنیا سفر میکند، چرا با او جنازه میخوانید یا جنازه میخوانند؟ دوم،
خطبه نمازها چی معنا دارند یا خطبه نکاح. خطبه نکاح و خطبه جنازه، خطبه خود از کلمه خطاب است، یعنی خطبه ها همه سر به سر چه تحلیل های زیبا دارند، چه یک معناهای خیلی بلند دارند، لیکن افسوس که این جمعه های ما و شما یعنی فرصتی او را ندارد، وقتی او را ندارد که ما هر یک دانه خطبه را برای شما تحلیل کنیم، از جهت نرسیدن جای، از جهت در بیرون بدن مردم. دیگر ما وقتی نمیابیم که به شما خطبه را دانه به دانه تحلیل کنم و الا انشاءالله اونقدر یعنی علم ذره داریم که همون خطبه ها را برای شما تحلیل کنیم، لیکن فرصتش نمیرسد. خطبه این یک خطابی هست، باید خطبه هم به موعظه گذرد. لیکن آدم های مستی که از دنیا میگذرند، چرا جنازه میخوانید یا میخوانند؟ در اصل ما چندین آدم های مست جنازه خواندیم، چندین آدم هایی که از گیرین مرده بودن جنازه خواندیم، لیکن همونها فرزندهای قوم ما بودند، فرزندهای کسانی بودند که در همین پهلوی من نماز میخوانند. از ما خواهش کردند که نماز هم را خوانده دهید. اگر من نمیخواندنم دیگر کس میخواندش. امروز یک شرایطی شده است که یعنی اگر چی من ردم کنم بگم همین انسان ایمان ندارد، حالا که من 10 دلیل دارم که آدمی مست از دنیا میگذرد یا آدمی که از گیرایی کشیدن میگذرد یا در راه دزدی میگذرد، اینا نفرهایی هستند که اگر تمام مولوی های دنیا جنازه خوانند و ایمان ندارند. لیکن امروز یک وضعیت شرایطی شده است که وای باید به جنازه نماند. همه شما این شرایط و این وضعیت میدانید، لیکن یقین دانند که جنازه ما که خوانده می شود، لیکن وای هیچ یگان فایده از این جنازه ما برده نمیتونه، لیکن زیرا که وای خودش نجاست است، وای خودش بی نماز است. در او چگونه نماز ما درست می شود؟ السلام علیکم داملای محترم. خواهشمندم با سوال من جواب پرره دهید که برای دیگران هم عبرت شود. شخصانی هستند که بازم روزه نگرفتن و نماز نخواندن، دین را تحقیر کرده، دینداران را دشنامهای قبیح، مردم را از رفتن مسجد منع میکنند. در اسلام جنازه کردن این چنین شخصان چی معنی دارد؟ من گفتم کسی نباشد وای وقتی که مثال ترغیبات های ضد دینی میبرد یا اینکه مردم نمیگذارد که مثال به مسجد رود، یقینا و ایمان ندارد. لیکن باز بر این خیل انسان ها جنازه خوانده هم که شود، اونا تماما همون خاطرشان جمع کنند، برای که هر چی که در حمید گفتی خداوند در سوره زلزله که و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره، هر چیزی که اگر به منزله یک ذره در دنیا نیکی کرده باشی، خدا تو را پاداش نیکی میدهد. اگر یک ذره بدی کرده باشی، پاداش بدی است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چیزی که در دنیا شما کاری دین، حتمی و چکار میکنین در نزد پروردگار شما پاداش میگیرین. حضرت جلال مولوی جنونی میگوید زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. این دنیا میگه زراعتگاه است. چگونه که شما یک پارچه زمین دارین، در او سبزوات میکارین، در او گندم میکارین، در او دیگر زراعت ها را شما میپاشین و حاصل میگیرین،
پیغمبر خدا میگوید انا همین دنیایی که در بالای او شما دور زده ایستاده این به منزله هم پارچه زمین است. هر چیزی که کاری دین انا همون جزاش منتظر باشید. عبادت قیمتی باقی بهشت است. اون کلیدی که بهشت کشاده میکند، آن جنتی که تمام نعمتها در داخلش دارد، برای کسانی هستند که در دنیا عبادت دارند، در دنیا رنج دارند، در دنیا عذاب و مشقت از حساب اسلام میکشند. انا جنت نصیب اونهاست. هم مبارزه با اسلام میبری، هم دیندار را بد میبینی، هم ملاها را بد میبینی و هم میخوای باز وارد جنت شوی. مولودی که در خانه حاجی گذرانیدید، بعد آن 10 روز دیگر معرکه مینوشی و فسق و فجور گذشت. آیا این در نزد اسلام چگونه است و این حاجی چه حاجی است؟ با احترام مخلص شما. من نمیدانم که هستوی ما در کدام معرکه مولودم نی، بلکه یک معرکه پند نصیحت گذراندیم و بعدش اون حاجی باز معرکه مینوشی کردن، فسق و فساد کردن. آیا مثال چی مکافات دارد؟ هر یک انسان یعنی برای آنه که وی اون شب پند نصیحت تشکیل کرد، چی رحمت الهی در اون خانه ریختگی بود و چی برکات در اون خانه پیدا شده بود، یکی مبادایی که از پسش باز مینوشی شد و یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد. در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنین شرمنده باد همون حاجی که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق و فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق و فساد شود، در خانه حاجی فسق و فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی ما چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف که خانه این گونه آدم‌هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند. مردم از اینها باید عبرت گیرد. السلام علیکم. داملای شیرین سخن برای مردانی که لباسهای تنگ می پوشند همه سخن می گفته. یک در باب لباسهای تنگی که امروز جوانها می پوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنی که دخترهای شما لباسهای تنگ می پوشند. لباسهای تنگی که جوانها می پوشند این بی‌ضررتر است، این بی‌خللتر است از اونی که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ می پوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندند. لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان ترک کردن اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟
میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او، زیبایی او از روی همون لباسش پیدا می شود. از این خاطر باید لباس های خوب پوشیم. در لباس ها هم اهمیت دیم که چگونه لباس می پوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین. اونها لباس های شما نیستند. اونها حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چی زیر پوش شما باشد چی از بالا باشد، هیچگاه همین لباس های صورتدار در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیادر داده باشد، حتی همون سلفن هایی که صورت دارند اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورتهای لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند، میگه چگونه این لباسی زیباست، در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید، زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گپ نیست، لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه، رواه ترمذی. میگه رسول اکرم به پیش یک جوانی به پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتن سفید را، دوست می داشتن سیاه را، دوست می داشتن لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتند با لباس سفید گفتن حیات خودتان گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حالا سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم. حالت مردم را دیدیم که چه خیلی حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت بیاد. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارند که خیلی یاردم کلان کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوان های هستند که خداوند توفیقشان دهد ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما می شود. یک آبادی همین مسجد ما می شود. گفتن که همینجا یک یشی گرداندن در کار تای میلش اختیار دارند. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همون 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگه الخیر عادتون و شر عادتون و النفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است.
لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، الکی برای تو دروغ گفتن آسان می شود، دفعه دیگر هم دروغ میگویی، دو بار شد الکی برای تو آسان است، دیگر سیوم بار و چهارم بار دیگر همین تا دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو یک عبده گوی وای نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس وای باز وقت چه انیقتر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک سوال دارم. من یک معرکه خرسندی یعنی توی دارم، آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد، جایز است. یگان جای نقصش هم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همان زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند، لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همان مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین، از زن در پرسیدن، از مادر در پرسیدن، از یک زن همسایه در پرسیدن، از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نه. یعنی این گونه فتواهای نادرسته که جمعه آینده یک جوان میگوید که مادرم میگوید که اگر کسی که زیر پاش اگر خف کند در زمین های جنت میلش بد. این فتوای مادرش. همون جوان شاید که بیچاره هیچ روز جمعه دیگر خف نکنه زیر پاشه، که این زمین های جنت آدم هم میلش مانده است، او یک خست زمینش. این گونه فتواها و این گونه گفتارهای اون زنها در شما اهمیت ندهید. من برای شما یک حکایه میگویم. کسی که همین با گفتار زنش میرود و پیشواها را گوش نمیکند، میگوید خسرو زن داشت به نام شیرین. با دقت باشین جوانها. خسرو زن داشت به نام شیرین و بار میگه در قصر نشسته بودند. به ناگاه میگه یک ماهیگیر و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند، این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت به این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. بین شوهر وقتی که به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چی گونه؟ گفت تو یک ماهیگیر گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت این خیر می شود، زلالی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند، تو اگر 4000 تنگه به او دهی، میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همان مثل همان ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی، میگوید نخواه که من قدر همان ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه شریفته شد و گفت راست میگویی. گفت من الکی مال را تسلیم کردم، بی ادبی میشود که وی خیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه، گفتی نه یک کار میکنیم، الحال فریادش کن
و به او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نر است یا ماده. اگر گوید که نر است بگو برای من ماده در کار، اگر گوید ماده است بگو نر، من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهی که نزد ما گذاشتی نر است یا ماده؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش تین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد، به زن خسرو. خسرو گفت این صیاد بین چی عملی نازشت دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلام تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدمی ممسک بوده است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد من تو را 8000 تنگه دادم، اینقدر وزنی نگفت، برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحم در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت زیادر بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر دهید. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض یک دو زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم مصیبت نمیاره. معرکه های سیر خراجات و بی‌معنی که در خانه ما و شما رخ میدهد اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که
در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبری خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البت اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البت خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دست ها. اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم کنی همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق و فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگوید با این چشم این آسمانی بی کنار تماشا کنین، شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنین، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنین. با این چشم شما این بحرها را نظر کنین که این قدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنند،
اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینا گفت مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنند اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمی آرد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت می آرد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملک‌های غریبی کار کرده ایستاده. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما به نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثوابی دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم. التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه پیغمبر است. بسیار آدمی با دولت بودند. میگوید باری میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم، نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود، سجده داشت. ایستادم که حبیب خدا سرش را می بردارد. عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم، حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد، یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگد مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت و با او سلام کردم و گفتم ای حبیب خدا این قدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود، با جبرائیل امین صحبت داشتم و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا از پروردگار به تو سلام آوردم و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گویند که اللهم صل علی محمد یا گویند که صلی الله علیک یا رسول الله یا گویند که درود و رحمت باد بر رسول خدا، صلیت علیه، من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم. فسجدت شکرا لله. من این سجده طولانی یک سجده شکرانه بود که این مرحمت الهی را ببین که کسی که بر من صلوات می فرستد خداوند بر او 10 صلوات می فرستد. این سجده طولانی من بهر این بود. یعنی کسانی که اگر با رسول اکرم صلوات می فرستند تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا می گوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل ترین شما کی هست؟ بخیل ترین شما آن کسی هست که نام من در همون معرکه یاد شود و وی در روح من وی بر جسد من صلوات نفرستد. وی بخیل ترین امت من در بین امت من هست.
خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات میفرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید میگوید حج رفتم، در حج میگوید یک جوانی را دیدم که هر گاهی که هر پهلو میگشت میگفت اللهم صل علی محمد، میخیست اللهم صل علی محمد، مینشست اللهم صل علی محمد. من گفتم این قدر تو صلوات پیغمبر را زیاد میگویی؟ گفت این یک سیر دارد ای عبدالواحد، من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد، نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدری من داشت، چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت. چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم، زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی می شود. چرا چهره پدری من سیاه شد؟ من که دائم صلوات می گفتم و همه وقت که این عادت من بود، وظیفه من که بود، شب میگه در خواب نگاه کردم یک مرد خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم. و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و تو را غمگین گردانید، برای آنی که تو دائم بر من صلوات میفرستی، من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این فرزندی که دائم صلوات میگوید چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان. و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدر تو کردم و چهره پدر تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بازم این صلوات گفتن باز با سنت های پیغمبرم چنگ زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن با سنت هاش اهمیت ندهیم این معنی نداره. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدند ما معنی محبت العبد لله و للرسول؟ ای عالم زمان، کسی گوید که من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم، کسی گوید همین خدایی که مرا خلق کرده است دوستش می‌دارم، آیا وی باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتند اینجا گفت یک تجربه هست برای آنی که وی شما فهمین که وی دروغگو هست، وی از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امرش همین است که الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وی پیرو قرآن و پیرو حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وی محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، اینا مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانهش فسق فساد شود و یکی باور میکنه؟ کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم، زیرا به نهایت سوالهای زیاد است و سوالهای هستن باور کن از موضوعهای جمعه دیدن مهم هستند. اگرچه موضوعهای ما در پیش هستند، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تن صحت بر ما نصیب گرداند. انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه‌ای که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، ما به سمع شما انشاءالله حقیقت چه میرسانم. لیکن این سوال هایی که الحال در خاندان دارم با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوال ها را من جواب نمیگویم
کسی که فهمد که سوالش جواب نشد وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوالای هستن که معنی ندارن، سوالای هستن که یک سوال نمی یک کوچگی هستن. مثال همین پیاز با پات به شطه بزنید چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله های جدی و اساسیش را جواب میگوییم. اینجا در یک قطار برادرها در این مسجد ما یاردم کردن. از آن جمله یک برادرمان جمعه پیشین ابراهیم از دوشنبه یک بلندگویک آورد که اینجا در نزد من استادگی هست. فراموش کردیم دعاش کنیم، دعا بتیم. کسم از دوشنبه زیارت آمده بودند و یک برادر دیگر هم در بازار گوشت می فروشند. چند بار یاردم ها در این مسجد کردند. اون برادر هم در حقش دعا میکنیم. و اینجا نام هایی که هست مثل اکای محمد الله از همین محله ما نزدیکتر بالاتر، این هم یاردم خودشت دراز کردن در این مسجد. برادر ما قوت بچه حاجی شریف از کاریز. و این صندوق خیریه‌ای که داریم اینم الحمدلله که از اینم خیلی کمک‌های زیاد علاوه در دادن معاش این مسجد، در این تعمیر مسجد صرف شده ایستادند. یعنی کسانی که مبلغ‌های زیاد نمیتونن داده، میتونن که با هم مبلغ‌های کمی که دارن در همون صندوق خیریه ان شاءالله هر کس موافق همون قوتش در نزد پروردگار ثواب میگیره. اگر هم آدم‌هایی که دست نارسن لیکن نیت‌های نیک دارن، میگوید اگر من مثل فلانی اگر دولت داشته باشم، من این مسجد مثال خودم بسیاری بچه‌های هستند باور کنم به خدا قسم می‌خورد که اگر من دولت داشته باشم همگیش در راه خدا صرف میکنم، لیکن چیکار کنم که دولت ندارم. ان شاء الله وای به نیتش، به همون نیت نیکی که دارد، به همون نیت نیک موفق میشود. شما اگرچه بعضی پولم که نداشته باشین فقط دعا کنین در هر نمازتان که خداوند همین عمارت‌های مسجد کسی مانع نشود. برای دشمن‌های مسجد هم زیاد هستند، ناخواهان مسجد هم زیاد هستند. کاری کنین، دعا کنین که خدا دری اونها را نرم کنه. یک نفر میگه در عراق میگذشت، مردم عراق بسیار بیچاره کم بغل بودند. گذشت میگه دید حال مردم که بی نهایت خراب است، مردم حتی یک تیکه نان نمیابند که خورند. و این مرد چی گفت؟ گفت اگر پروردگارا این کوهی بلنده که در پیش من است اگر همین به گندم مبدل کنی، قسم به عظمتیت که همین در مردم عراق تسلیم میکنم. میگه یک ندای از آسمان آمد که ای فلانی، در نامه اعمال تو صدقه کردن مثل این کوه گندم نویسانده شد، زیرا نیتی تو نیتی نیک بود. اون برادرانی که البته ندارن قوت لیکن نیتشان خیر است، انشاءالله برابر همون کسانی که سوم میدهند مسجدها تعمیر میکنن ثواب میگیرن از روی نیت نیکشان. فقط بدخواه نباشین، فقط نگوین که این قدر مسجد زیاد شد. مسجد بسیار چی در کار؟ مسجد بسیار در کار است. مسجد جای تعلیم است، مسجد جای یک تربیه است. در مسجد الحال شما آمده اشتراک کردین، چی زلال دیدین؟ یگانه جایی هست که دلهای شما نرم می شود، دلهای شما آرام می گیرد. یک هفته اینه همون تمامی وزنینی ها و ماندگی های شما همه گم می شود. رسول اکرم می گوید لکل شیء ثقالة و ثقالة القلوب ذکر الله عز و جل. هر یک دل زنگ می زند، لیکن برای هر یک آلت های دنیایی هم زنگ می زند، مثل آهن زنگ می زند. لیکن یک پاره نجدک هم می گیرن همون زنگ می شکن تازه می کنن. رسول اکرم گفت دلها هم زنگ می زند، لیکن دلهای زنگ زده را چی تازه می کند؟ ذکر الله عز و جل. فقط پند موعظه، فقط یاد خدا، فقط خواندن قرآن زنگ دل دور می کند. یگانه مسجد جایی هست که در دوام یک ساعت زنگ های دل شما را همشه می خورد، نابود می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنه که صحبت امروزه را برای شما اعلام کنیم و آغاز کنیم، میخواهم همراه شما دعا کنم و از پروردگار مهربان در این ساعتهایی که ساعت اجابت دعای بنده مؤمن است، از خداوند مغفرت گناه یکدیگر را طلب کنیم، برای بهبودی حیات و آخرتمان از پروردگار خود طلب کنیم. اللهم صل و سلم و بارک علیه. پروردگارا، این قدم هایی که برای ادا کردن این نماز فریضه به خانه از خانه های تو نهادیم، خدایا این قدم های ما را برای ما مبارک بگردان و خدایا در هر یک قدم ما حسنات کتابت بفرما و گناه های ما را مغفرت بفرما و خدایا ما را و اهل عیال ما را اهل هدایت بگردان و ما را در این دنیا پیروی آیه های قرآن و پیروی احادیث های حبیبت بگردان و در دل ما بندگانت پروردگارا محبت خودت را، محبت حبیبت را، محبت تمام اصحاب را جایگیر بگردان و خدایا مسجدهای ما را باز هم آبادتر بگردان و امت اسلام را پروردگارا در روی دنیا باز عددشان را زیادت بگردان و دین اسلام را بالای همه دینهای باطله و منسوخه خدایا غالب و استوار نگه بدار و خدایا حالتی که ما از این دنیا سفر میکنیم با ما بهترین نعمت ایمان بر خداست همراه ما باشد و از فتنه های قبر خدایا ما را نجات بده و در روز قیامت از صف جمعه خانها، از صف نماز خانها، از صف نجات یافتگان سر برداشتن را موفق ما بگردان و خدایا سروران دولت ما را توفیقشان را رفیق بگردان، عمرشان را دراز بگردان و مراد و مطلوب های نیکشان را خدایا حاصل بگردان. آمین یا رب العالمین. جمعه امروزه ما و شما در باب نمازی با جماعت است و انشاءالله در تا گنجایش وقت با شما در این دایره صحبت میکنم و پیش از صحبت میخواهم یک عجیب بودن ایمان شما را از یک حکایه های دوره های رسول اکرم به شما خبر دهم. در حکایه ها می آید که
بار حبیب خدا همراه تمام اصحاب خود، صحابه های خود از مدینه منوره بیرون شدند و در یک سرزمین دیگر رسیدند و پیغمبر خدا در جای خود نشستند و این صحابه ها هم چه ابوبکر صدیق، چه عمر ابن الخطاب، چه عثمان، چه حضرت علی و دیگر یاران پیغمبر در اطراف پیغمبر بودند و پیغمبر خدا از آنها یک سوال کرد، یک سوال داد. گفت ای اصحاب من، برای من خبر دهید که از همه دیده ایمانی کی عجیبتر ایمان است. یعنی عجیب گفته مثل که اگر به گوش ما و شما میرسد که یک آدمی خیلی از خدا و از پیغمبر دور وقت ایمان میارد، آدم تعجب میکند که نخواه که فلانی ایمان آورده باشد. یعنی یک صیغه تعجب است، یعنی انسان حیرت ده میماند. رسول اکرم این گونه سوال کردند: ایمانی کی چنان ایمانی هست که انسانهای دیگر را در حیرت بیارد؟ صحابه های پیغمبر گفتند ایمان ملائکه ها. ایمان ملائکه ها ایمانی هست که تمام بشریت را در حیرت می آرند چگونه ایمان داشته باشند. رسول اکرم گفتند نه، گفتند ایمان ملائکه ها ایمانی عجیب نیست. ایمانی که شما را در حیرت بیارد این گونه ایمان نیست. گفت اونها چگونه ایمان نداشته باشند زمانی که اونها در حضور خدا هستند. اونها در حضور خدا هستند، در نزد پروردگار هستند. اونها چگونه به ایمان وجود داشته باشند؟ یعنی اونها باید حتمی ایمان بیارند. ایمانی اونها هیچ عجیبی ندارد. صحابه گفتند پس ایمان ملائکه ها که ایمان عجیب نباشد، ایمان پیغمبرها ایمان عجیب است. پیغمبر خدا گفتند نه، گفتند پیغمبرها هم ایمانشان ایمان عجیب نیست، زیرا که به پیغمبرها وحی الهی پایان می شود، و پیغمبرها حضرت جبرائیل پایان می شود. پیغمبرها جبرائیل با چشم می بینند، چگونه ایمان نداشته باشند؟ ایمان پیغمبرها هم ایمان عجیب نیست. گفتند صحابه گفتند پس ایمان ملائکه ها ایمان عجیب نباشد، ایمان پیغمبرها ایمان عجیب نباشد، پس ایمان ما گفت ایمان عجیب است. صحابه های پیغمبر گفتند ایمان ما ایمان عجیب است. رسول اکرم گفتند نه، گفتند ای اصحاب من، ای صحابه های من، ای همنشین های من، ایمان شما هم ایمان عجیب نیست، زیرا که من در بین شما هستم، زیرا که شما معجزه های مرا به چشم میبینید، شما آمدن جبرائیل حس میکنید. از این خاطر ایمان شما هم ایمان عجیب نیست. گفتن ای پیغمبری خدا ما عاجز آمدیم، ایمان کی ایمان عجیب است؟ ایمان ملائک ایمان عجیب نباشد؟ ایمان پیغمبرها ایمان در حیرت می آوردگی نباشد؟ ایمان ما صحابه هایی که برای تو و برای قرآن و اسلام جانمان فدا میکنیم، ایمان ما هم که ایمانی در حیرت می آوردگی نباشد؟ ایمان کی ایمان عجیب است؟ پیغمبر خدا گفتند ایمان آن کسانی که مرا نادیده ایمان آوردند، ایمان آن کسانی که در صحبت من ننشستند، از زبان من چیزی را نشنیدند، از معجزات من چیزی را مشاهده نکردند. ایمان اونها ایمان عجیب است. وددت انی لقیت اخوانی، دوست می‌دارم، گفت پیغمبر،
دوست می‌دارم که با برادرهای خود ملاقات کنم. قالوا اولیس نحن اخوانک، صحابه ها گفتن ای پیغمبری خدا، آیا ما برادرهای تو نیستیم؟ او با ما ملاقات داری کو؟ با ما همنشین هستی کو؟ آیا ما برادرهای تو به حساب نمی رویم؟ قالوا انتم اصحابی، ای اصحاب من، ای همنشین های من، شما برادرهای من نه، بلکه شما صحابه های من هستین، شما هم صحبتان من هستین، شما هم مسلکان من هستین. ولكن اخوانی الذين آمنوا بی ولم يرونی، لیکن برادران من، گفت پیغمبر، آن کسانی هستند که مرا نادیده ایمان آوردند. ما و شما را پیغمبری خدا برادرش میخواند، ما و شما را پیغمبری خدا فرزند میخواند. برای این ایمان ما و شما ایمان عجیب است. طوبی لمن رآنی و آمن بی مرتن و طوبی لمن لم یرنی و آمن بی 7 مرات. پیغمبر چی گفتند؟ خوش به حالی آن امتی که مرا دیدن و ایمان آوردند، مرا دیده ایمان آوردند، یک رحمت خدا بر اونها باد. لیکن آن امت، آن کسانی که نادیده به من ایمان آوردند، 7 رحمت پروردگار به آنها باد. این رحمت های بیشمار پروردگار نصیب ما و شما بندگان بوده است. ما و شما چه امتی بهترین به حساب می رویم؟ زیرا که ما این حبیب خدا را ندیدیم، زیرا ما در پهلوی این حبیب خدا ننشستیم، از زبان او چیزی نشنیدیم. هرچی دیدیم در کتاب دیدیم، هرچی شنیدیم از زبان عالم ها شنیدیم. ایمان ما و شما ایمان عجیب بوده است. ایمان عجیب است که شما تمام کار دنیا را پس پشت میکنید و برای چه فرضها، چه سنتهای پیغمبر دوان دوان به مسجد حاضر میشوید. ایمان شما ایمان عجیب بوده است. خوش به حال همه شما. به این ایمانداریتان، به این امتی محمد صلی الله علیه و سلم بودنتان شما باید افتخار کنین، شما باید فخر کنین که اولا خداوند شما را مسلمان آفرید، مسلمان پیدا کرد، حیات مسلمانی را بر شما نصیب گردانید و از بهترین کتابهای خود که قرآن است خدا بر شما نصیب گردانید. باید در این شما افتخار داشته باشید، شما فخر کنید که بهترین امت هستید و به سوی پروردگار پناه طلب کنید که هزارها شکر به سوی تو که ما را یهودی نگردانیدی، ما را نصرانی نگردانیدی، ما را پیروی دین زردشت نکردی، ما را پیروی دیگر دینهای منسوخه و باطله نگردانیدی. حالان که اونها هم مثل ما و شما چشم و گوش و دست و پا دارند، لیکن خدا اونها را در این راه هدایت، در این راه بهترین سزاوار نگردانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظیم. این آیه هایی که الحال تلاوت کردیم از سوره مبارکه قلم است که در پاره 29 از قرآن واقع هست و می خواهم که من با شرح این آیت ها امروزه موعظه را انجام دهم. ابراهیم تیمی، سعید ابن مسیب، کحب الاحبار در باب این آیت چی میگویند، چگونه تفسیر میکنند، میخواهم که به سمع شما برسانم. یوم یکشف عن ساق، مفسرها میگویند یوم یکشف عن ساق، ظاهر آیت ترجمه تحت اللفظی او معنای ای را میدهد که روز پروردگار ساق خودش را نمایان میکند. ساق این از زیر همین زانو پایان ساق است. مفسران میگویند روز قیامت پروردگار ساق خودش را در میدان محشر ظاهر میکند، نشان میدهد. بعضی مفسرها بر این رفتند که پروردگار از جسم منزه است، خداوند را به جسم تشبیه دادن غلط است. به ساق و به دست و به پای از اینها پروردگار منزه، پاک از، خالی است. بعضی ها تفسیر کردن یوم یکشف عن ساق معنای این دارد که روز قیامت یک نور روشن می شود. لیکن اکثر مفسرین یوم یکشف عن ساق را با چی تحلیل کردن؟ کشف الامر عن ساقی. عرب ها می گویند کار ساقی خودش را برهنه کرد. مفسران می گویند که یوم یکشف عن ساق این نه از ظاهر کردن ساق پروردگار است و نه از روشنی نور است، بلکه از دشواری آن روز قیامت است. روز قیامت را مفسران در زیر این آیت تحلیل کردند که چی یک روز دشواری هست، چی یک روز هولناکی هست، چی یک روز دهشتی هست که شاید که شما چی در لنتها و چی در دیسک ها و تماشا کرده باشین که یک لحظه های که ساخته از مخلوق پروردگار است که از این دم دشوارتر و سنگینتر است آن روز. مفسرای قرآن گفتند یوم یکشف عن ساق این از روز دشواری قیامت را نشان می‌دهد. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. خدا خبر می‌دهد آن روز چنان روزی هست که فرزند برای کمک کردن پدرش هیچ قوت ندارد، هیچ شرایطی ندارد و پدر هم برای نجات دادن فرزندهاش هم هیچ شرایطی ندارد، بلکه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. بلکه خدا میگوید آن روز چنان روزی هست که
تا جایی که پدر بالای سری فرزند خود سیله کند، فرزند خود در آغوش گیرد، تا جایی که فرزند پدری خود در آغوش گیرد، بلکه از یکدیگر جدا می شوند و می گریزند. پدر راه گریزش دیگر راه است، فرزند راه گریزش دیگر راه است، مادر راه گریزش دیگر راه است، دختری او دیگر راه را برای خود پیشه می کند. هر کس هر یک راهی را برای گریز برای خود انتخاب می کند. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. خدا میگوید وقتی که میگریزند چی میگویند؟ پروردگارا امروز آیا جای هست که ما را پناه کند؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، کجا گریزیم؟ کلا لا وزر. خدا میگوید امروز دیگر قلعه های شما، خانه های شما، کوه ها شما را دیگر پناهگاهی نیست. الی ربک یومئذ المستقر. امروز همه بازگشت شما به سوی پروردگار است. شما باید در نزد پروردگار حساب عمر خودتان را جواب گویید. امروز راه گریز نیست دیگر. یحشر الناس یوم القیامت. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی قبرهای شما تیکه تیکه می شود و شما از داخل قبر وقتی که بیرون می شوید، رسول اکرم نزد عایشه صدیقه این سخن را می گوید: حفاتا عراتا مشاتا غرلا. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی شما زنده می شوین و از قبر بیرون می شوین، شما حالت ده هستین که پایهای شما لیچ است، پایهای شما لوچ است، در پایهای شما هیچ پای افضالی نیست. عراتا، بدنهای شما لوچ است، در بدنهای شما لباس نیست. مشاتا، شما هیچ چیزی سواره در روز قیامت همراه خود ندارید. غرلا، اشاره کرد به سوی مردها که شما در حالتی هستین که حتی ختنه نکرده شده هستین. اگرچه در دنیا ختنه هم کرده باشین، روز قیامت شما در حالتی میخیزین که شما ختنه ناشده هستین. حضرت عایشه صدیقه وقتی این سخن شنیدند، اون زنها چه زنهای مسلمانی بودند، یک ترس میگد وجود عایشه را فرا گرفت و گفت: یا رسول الله، النساء والرجال جمیعا ینظر بعضهم الى بعض. ای حبیبی خدا، شما گفتید که مردها و زنها همه در حالت عریان از جا میخیزند، یکدیگر را نظر میکنند. وقتی زنها با مردها که آمیخته باشند، این چی یک دهشتی هست، این چی یک بی‌حیایی هست. مردها زنها را تماشا کنند و زنها باشد مردها را تماشا میکنند. رسول اکرم گفتند: یا عایشه، ای عایشه، الامر اشد من ان ینظر بعضهم الى بعض. ثم قرأ. عایشه گفتند میگویی که زنها مردها را نظر میکنند، مردها زنها را تماشا میکنند. الامر اشد. آن روز گفت چنان روز دهشتی هست، آن روز گفت چنان روز هولناکی هست که انسان در پهلوی بدای خود را نمیشناسد کی هست و نظرم نمیکند. حتی اگر در پهلویش پدرش باشد به پدر نظر نمیکند، در پهلویش مادرش باشد به مادرش نظر نمیکند. آن روز چنان دشوار روزی هست که هر یک انسان وا نفسی میگوید: وای جانی خودم، وای جانی خودم، از نزد پروردگار نجات میابم یا نمیابم. و رسول اکرم آیه سوره عبسه را خواندند:
این آیه عبسه را چنان تحلیل است که آن روز چنان روزی هست که شأن و یغنی شما را چنان یک امر مشغول میگرداند که شما به هیچ طرف نظر نمی کنید. اون چه امر است؟ اون چی فکر است؟ اون چی خیال است؟ اون خیالی هست که پروردگارا من نجات میابم یا نمیابم؟ آیا در گروه دوزخی ها هستم یا در گروه جنتی ها هستم؟ آیا در گروه بدبخت ها هستم یا در گروه نیکبخت ها هستم؟ هر انسان در این خیال آن روز گرفتار است. خدا رحمت کند صاحب تفسیر حسینی را، حسین واعظ کاشفی هم این خیالاتی که در روز قیامت به ما و شما می آید در یک رشته نظم در آوردن که کشتی آمد در دریا شکست، تخته زان کشتی بر بالا نشست، گربه و موش بران تخته بمان، کارشان با یکدیگر پخته بمان. نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی گربه موش را چنگال تیز، هر دوشان از حول دریای عجم، در تحیر باز مانده خوشگلم. در قیامت این چونین غوغا بود، یعنی آنجا نه تو و نه ما بود. حضرت میگوید من برای شما یک ساده کرده یک مثال میارم که آن روز مثل که یک کشتی در یک دریا غرق می شود و یک تخته او بالای دریا می براید و در یک پهلوی تخته گربه هست، در یک پهلوی تخته موش است. اگر اینها در دنیا رو پرو می شدن، هر آینه موش از گربه می گریخت و گربه باشد هجوم بالای موش می کرد. لیکن وقتی که در بالای بحر در بالای یک تخته هستند، این موش و گربه در یک خیال هستند که آیا از این بحر نجات میابیم یا نمیابیم. در فکر هجوم یکدیگر نیستند، در فکر یکدیگر را پیشا دنبال کردن نیستند، بلکه در خیال اینها این است که آیا از این بحر به ساحل میرسیده باشیم یا نمیرسیده باشیم. یعنی آن روز قیامت ما هم چنان حالت فرا میگیرد که آیا نجات میافته باشیم یا نمیافته باشیم. بسیاری از بدبختان همین تاجیک ما و شما وجود دارد که حتی قیامت انکار میکند، به آمدن قیامت باوری ندارد، نماز میخواند، در کار شود نماز جماعت هم اشتراک میکند، لیکن از قیامت باوری ندارد. حتی از زنده شدن روزی قیامت و زنده شدن در قبر باوری ندارد. اینها در بین همین تاجیکان ما و شما هم وجود دارد. وای به حالشان. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این خداوند از بالای 7 طبقه آسمان ندا دارد، میگوید بعضی از انسانها گمان میبرند که این استخوانهای پوسیده اونها را ما جمع کرده نمیتونیم. بعضی از انسانها گمان میبرند که ما این استخوانهایی که 1000 ساله و 2000 ساله هستند اینها را زنده گردانیده نمیتونیم. لیکن خدا میگوید بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این پروردگار شما چنان قادر هست که حتی همین سرهای انگشتان شما را برابر میکند. ان نسوی بنانا، این معجزه قرآن است. امروز اگر شما نظر کنین، اگر در دنیا 6.5 میلیارد آدم زندگی کند، سر انگشتان از یکدیگر با یکدیگر مانند نیستند. 6.5 میلیارد آدم، 6.5 میلیارد نوک انگشتان دیگرگون است. خطهایی که در این بالای نوک انگشتان هست اینها دیگرگون هستند. بین در انسانها چشمهای مانند یافت می شود، دستهای مانند یافت می شود، قدهای مانند یافت می شود، لیکن نوک انگشتی مانند در دنیا وجود ندارد. اگر شما در برنامه های تلویزیونی تماشا کنین، وقتی انتخابات پرزیدنت ها می شود یا دپوتات هاش می شود، نوکای انگشت رنگ میکنند و در بالای کاغذ میگذارند، مثل مهر، مثل پیچت واری، و او را در کامپیوتر جا میکنند. برای چی؟ برای چی کف دستی او را نمیگیرند؟
برای چی کف پای او را نمیگیرند؟ فقط نوک انگشت او را میگیرند، زیرا در دنیا نوکای انگشت ها مختلف هستند. نوک انگشت در دنیا مانند نیست. خدای را در قرآن معجزه قرآنی است که ان نسوی بنانا، ما حتی نوک انگشت هاتون برابر میکنم. اون خداوند فریاد میزد است، ندا میکرده است. چی ندا میکرده است؟ ندا میکرده است که پروردگارتان را سجده کنید. یدعون الی السجود فلا یستطیعون. لیکن یک گروه انسان ها خداوند را در روز قیامت سجده کرده نمیتونند. خدا میگوید طایفه های هستند که خداوند را در روز قیامت که روزی هست که فقط رحمت الهی در کار است، همان روز برخی از بندگان خداوند را سجده کرده نمیتونستند. برای چی نمیتونند؟ مفسران میگویند که همون انسانهای سجده کرده نمیتونند که میانهای اونها همون ستون مهره که امروز چقدر به آسانی خم و راست میشود، این ستون مهره ها یخ میکنند، یک لخت میشوند، دیگر راست میماند. سجده کرده پروردگار نمیتونند. برای چی نمیتونند؟ یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وقتی که خداوند میگوید سجده کرده که نمیتونند، چگونه آنها را یک خجالت فرو میگیرد، چشمهاشان میشکند، چشمها را پیش سینه ها را نظر میکنند و یک ذلت، یک خاری آنها را فرا میگیرد. چگونه ای که در دنیا یک آدم ما و شما در بالای جنایتش به دست میگیریم، در بالای زیناکاری به دست میغلطد، یا بی نماز است، در بین مردم خجالت است، از این هم خجالت وزنین در روز قیامت همو انسانهای را فرا میگرفت است که در محشرگاه پروردگار را سجده کرده نمیتونند. سجده کرده نمیتونند. در دوامش میگوید خداوند وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. برای چی اینها پروردگار را در روز قیامت سجده کرده نمیتونند؟ زیرا که در دنیا اینها تنی سالم داشتند، اینها دستهای با قوت داشتند، پایهای حرکت میکردگی داشتند، میانهای خم و راست میشدگی داشتند. لیکن در دنیا که خداوند اینها را به سوی سجده، یعنی به سوی نماز با جماعت دعوت کرد، اینها در دنیا که رد کردن، در قیامت اینها خدا را سجده کردن نمیتونند. ایرا مفسرات چگونه که یاد کردم ابراهیم تیمی میگه یعنی الی الصلاة المکتوبه بالاذان والاقامه، همین و هم سالمون که خداوند میگه اونها سالم بودن، تنی صحت داشتند، لیکن در دنیا که خدا را سجده نکردن، ابراهیم تیمی میگوید که مراد از این سجده این نماز هست که از مکانی که اذان و قامت گفته می شود ان همون نماز در نظر داشته شده است، یعنی نماز با جماعت است. سعید ابن مسیب باشد چی میگوید؟ کان یسمعون حی علی الصلاة حی علی الفلاح فلا یجیبون و هم سالمون. سعید ابن مسیب میگوید مراد از این سجده که پروردگار در این آیت خبر داد، این همون سجده هست که مؤذن فریاد میزند حی علی الصلاة، بیایید به سوی نجات، حی علی الفلاح، انا در همین مسجد نجات است، انا در همین نماز با جماعت نجات است. فلاح از کلمه نجات است. در اینجا شما نجات میابید، در اون خانه نه. بعضی از بیخیردان موی سفید است، ریشش مثل کفن واری سفید است، امروز یا فردا خبر مصیبتش میرسد میگوید در خانه هم که خانه باکی ندارد. شرم به تو باد. این نصیحتی پدرانه تو اگر این باشد، خودت در روز قیامت پروردگار را سجده کرده نمیتونی. سعید ابن مسیب میگوید فریاد میزند مؤذن حی علی الصلاة، به معنای ایتی، بیایید بیایید ای مردمی که در خانه هستین بیایید. برای چی میگوید حی علی الصلاة؟
فریاد زده ایستاده است خیزید از خانه ها را ترک کنید. در خانه باید زن نماز خواند، در خانه باید نماز سنت خوانده شود، نماز نافله ها خوانده شود، برای فرض نماز در مسجد خوانده شود. حی علی الصلاة، بیایید به سوی نماز. حی علی الفلاح، انا در همین نمازی که در جماعت خوانده می شود، سعید ابن مسیب میگوید خداوند میگوید که انا در همین نماز چی است؟ نجات است. میشنوند صدای اذان میشنوند. یا امروز صدای اذان شنیدن شرط نیست، در محله که مسجد هست باید که در همون محله تو میشنوی نمیشنوی نمازت باید با جماعت خوانده شود. حضرت کعب الاحبار حضرت گفتند والله گفتند ما نزلت هذه آیه فی الذین تخلفوا عن الجماعه فأی وعید اشد من. حضرت کعب الاحبار میگوید این آیه که در سوره قلم است که ما تلاوتش کردیم، قسم به خدا میگوید سبب نزول این میگوید فقط و فقط در حق آن کسانی هستند که تخلفوا عن الجماعه، از جماعت بیزاری میطلبند، از جماعت پرهیز هستند، جماعت را بد میبینند، در جماعت اشتراک نمیکنند. قسم به خدا میگوید این آیت فقط و فقط در حق اونها نازل شده است. ایرا کعب الاحبار در تفسیر انمین آیت میگوید و حضرت میگوید از این آیت را دیده برای آدمانی که نماز جماعت را ترک میکنند دیگر وعیدی سخت در قرآن وجود ندارد. امروز با این قدر شرایط، با این قدر حالتهای خوبی که در ما هست، اگر ما و شما نماز ترک کنیم، اگر ما و شما نماز جماعت نخوانیم، ما و شما را همتا آشکار میکند که شما مسلمان کامل نیستین، شما زمان ساز هستین. تا دیروز یک زمانی بود که آمدن مسجد جنایت بود، برای تو یک بانه بود که مرا حکومت نمیگذارد، در قانون ممکن نیست. امروز الحمدلله چنان راهبری داریم که عدلش تمام جمهوری ما و شما را فرا گرفته است. مرحمت رفته در مسجدهاتون نمازتون نخوانین. قانون برای ما و شما امروز هیچ مانعگی ندارد، هیچ صدی راه نمی شود، فقط ایمان کامل در کار که تا که سنت پیغمبر تا ترک نکنی. صوفی علیه را خدا رحمت کند در رشته های نظم میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، آن حبیبی که سروری هر دنیا نصیب اوست، این حبیب خدا را حکایت میکند وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. این ترجمه و تحلیل حدیث پیغمبر خداست. وقتی که این محبوب دلها، این حبیب خدا وقتی که میگوید از پا که ماند، پایها که دیگر دردمند شد، بیماری بستری شد، دیگر قوت راه گشتن نداشتند، وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. در جاگه خواب بودند، حضرت قوت راه گشتن نداشتند. بناگاه حضرت بلال اذان داد، فریاد زد حی علی الصلاة حی علی الفلاح. حبیب خدا در این جاگه خواب بیقرار شدند، اذان شنیدند. حبیبی که بار هم نماز بی جماعت نخواندند، 5 وقت در مسجد نمازی با جماعت میخواندند. بازم این نمازهای جداگانه داشتند و 5 وقت نماز سیر نمی شدند. این حبیب خدا وقتی که از پا ماند، گوش او را رسید بانگ نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار،
جانب مسجد جماعت آر. حضرت علی که در خدمت حبیب خدا که قائم بودند، به حضرت علی خطاب کرد. علی گفت مرا بردار، مرا بردار که از داخل مسجد مؤذن فریاد دارد که بیاید به سوی نماز بیاید، بیاید که در این نماز نجات است. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت علی خدمتگار رسول اکرم، داماد این حبیب خدا، رسول اکرم را آب طهارت دادند. حضرت طهارت کردند، در پشت خود بار کردند. در روایت ها می آید که 3 بار حضرت علی او را آب طهارت می داد. در پشت که بار میکرد، حضرت حبیب خدا که بدنش خیلی ضعیف شده بود و خیلی بیماری وزنی که فرا گرفته بود، نصف را که می رفت می گفت علی پس گرد که من طهارتم شکست. حضرت پس می گشتند، باز می آمدن، 3 بار می گوید حضرت طهارت دادند، 3 بار آب طهارت گرفتند. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی، از ضعیفی به عرض می سودی. حضرت می گوید وقتی که برداشتن حبیب خدا گفتن در بعض روایت که ای علی مرا آنقدر بردار که پایهای من در زمین شکیده شکیده رود، تا که آثار قدم من در نزد پروردگار ثواب دارد. هر کدام شما وقتی که از خانه قدم زنان میآیید، در هر یک آثار، در هر یک قدمی که داشته شما، خداوند برای شما مغفرت گناه وعده کردگی است. این حدیث های صحیح پیغمبری خدا. حضرت گفتند که مرا آنقدر بردار که پشت های پای من در زمین شکیده شکیده رود. اون زمان ها این گونه رسته های تازه و آباد نبود، اون زمان ها قمزار بود، اون زمان از خس و خاشاک خالی نبود. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، از گرمی زمین می گوید صوفی اللیار که پشت پای حضرت سخته سخته با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. با این قدر مشقت، با این قدر کلفت، حبیب خدا در بالای بستر خواب نکردند، بلکه جایگاه را ترک کردند. آمدن، قوت ایستادن نداشتند. گفتند که ابوبکر صدیق پیش در آید. ابوبکر صدیق پیش در آمدند و حبیب خدا از پس او نماز خواندند. در این گونه حالت وزنین رسول اکرم نمازی با جماعت ترک نکردند. از این خاطر صاحب مختصر خدا رحمت و مغفرت کند میگوید الجماعت سنت مؤکده. جماعت سنت مؤکده هست. اگر شما قدرت داشته باشین، اگر شما شرایط آمدن مسجد داشته باشین، لکن بازم این مسجد نآیین، شما ترک سنت مؤکده کردین، شما در نزد پروردگارتان گناهگار میشوید. ببینید امروز چنان امت اسلام را یک تنبلی، یک غفلت چنان فرا گرفته است که اگر ما و شما را 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر اگر معرکه خوردن باشد، قوت داریم، شرایط داریم، میریم برای نفس، برای سیر کردن نفس میریم. لیکن برای که نماز ما در مسجد خوانده شود و این عمل ما طبق گفته حبیب خدا شود، این ما و شما رد میکنیم. به نزد هر طعام پهلوانی، خدا رحمت کنه جنونی را، حال ما و شما را دیدن طعام خورها، نفس پرورها، ما و شما را دیدن حضرت چی گفتن؟ خطاب کردن به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. وقتی اگر عبادت پروردگار شود، وقتی که اذان از بالای در حال چکار میکنین؟ مثل زنها واری عذرهای شما پیدا شدن میگیرد، هر گونه عذر را پیش آوردن میگیری. بچم پام نمیشود، بچم وقتم نیست، احوالم بدای، در خانه هیچ کس نیست، لباسم بی نمازای و هر گونه عذرها پیدا شدن میگیرد. به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی کوها به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته.
همه جا میره. مثل گاواری خوراک تک خورده میتانی. تمام دنیا را اگر بارد کنن بار دنیا را کشیده میتانی. اگر در یک زمین داشته باشی برای زمینت از سحر تا ویگه در همون زمین میستی، برای که یک ماه یا 2 ماه خوراکی تو پیدا شود. لیکن در یاد تو آمدن مسجد هیچگاه نمیزند. دل تو بار هم به مسجد نمیسوزد. امروز شکرانه کنین خدا این استقلالیت و این آزادی را برای شما داده است. باور کنین این نعمت گران است. خودتان میشینین میگوین که تراویح را خوانده نمیتانستین. شما همین سخنها از زبان شما پدرای عزیز میبراید. تراویح ما خوانده نمیتونیم، پدرها ما را بدرقه کردن فلان و فلان. امروز الحمدلله که این شرایط بهترین آمده است. چرا شما شکر نمیکنید؟ درهای مسجد گشاده است. فقط آدمی با تقوا میکاود، فقط آدمی ایماندار میکاود. مرحمت بیا دروازه ها هوی، دیگر چی بانه داری؟ کشی چون گاو دائم بار دنیا، شوی در خدمت مولا کسلها. مثل گاواری دنیا را در طلب دنیا، در پرورش نفست غطه زدگی هستی، لیکن در خدمت مولای خودت، در فرمان پروردگار خودت اینقدر عاجز آمدی. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرت چون کند بار نماز عصر را خواندند. نماز عصر خوانده شد، فاتحه و دعا کرده شد و بر جمعیت نگاه کرد. اونها عجیب ایمان با قوت داشتند. جماعت نظر کردند که یک نفر در جماعت اشتراک ندارد. حضرت گفتند فلانی در کجاست؟ گفتند شاید بیمار باشد. حضرت عمر از مسجد راست خانه همون کس رفتند. چرا در جماعت اشتراک نمیکنه؟ آمدن دروازه این مرد که در جماعت اشتراک نداشت تق تق کردند. مرد از خانه برآمد. مرد در خانه بود که حضرت عمر در را تق تق کرد. از داخل صدا شد کی هستی؟ گفت فرزند خطاب هستم، عمر هستم. وقتی این مرد میگوید نام عمر را شنید، یک لرزه وجود او را فرا گرفت. حضرت عمر چنان از خدا می ترسیدند، چنان یک هیبتی داشتند که تمام مردم را هیبت او فرا گرفتگی بود. زیرا وی عدالت داشت، وی حقیقت شناس بود. گفت عمر ابن الخطاب هستم. میگوید این مرد با شتاب دوان آمد دروازه را گشاد و سلام داد، السلام علیکم، و تعظیمی بر عمر کرد. حضرت عمر گفتند از جانب مسجد صدا شد، از بالای آسمان پروردگار تو حی علی الصلاة گفت، بیا به سوی نماز. حی علی الفلاح گفت، سخن پروردگار تا رد کردی و سخن عمر ابن الخطاب اجابت کردی و پیش عمر آمدی. از خدا بترس. گفت از خدا بترس که سخن عمر برای تو قبول شد، دروازه را به بالای عمر کشادی، دوان دوان آمدی، لیکن سخن پروردگار تا رد کردی. از خدای خودت بترس. عمر این گونه خصلتی داشتند. این سحر یک جوان برای من یک سخن گفت که از زبان یک خیلی آدم ناکس، نالایق، یک بدبخت که سرزنش حضرت عمر را کرده بود است. من یقین میدانم که وی شیعه هست. وی شیعه هست. وی کسی هست که آرامی تاجیکستان نمیخواهد. وی کسی هست که میخواهد در بین ما و شما باز اختلاف ها پیدا شود. این گونه رویه ها در بین ما و شما پیدا شدن، احتیاط کنید. میگوید یک مرد در یک معرکه حضرت عمر سرزنش میکند. حضرت عمر قبیح میگوید، دشنام میدهد. ای انسان، تو با خبر باش که حدیث بخاری و مسلم است. باری میگوید پیغمبر خدا در طرف راستش ابوبکر صدیق بود، در طرف چپش حضرت عمر بود.
میگوید به طرف مردم اشاره کرد. روز قیامت گفت دستای هر دی ایشان قپی دست ابوبکر دست عمره. روز قیامت گفت از قبر ما هم چنان میخیزیم، با عمر و با ابوبکر میخیزیم. این یک شرف است که در پهلوی پیغمبر خدا ابوبکر خوابیده است، امروز در پهلوی پیغمبر خدا عمر خوابیده است. این شرف است. ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه. پیغمبر خدا را حدیثش است که خداوند حقیقت را در دل و زبان عمر نهادگی است. ای عمر گفت چنان حیات به سر میبری که یک رفیق در حیاتت نمیابی، زیرا تو حقیقت گو هستی. چنان حقیقت داری که یک رفیق را تو در دنیا صاحب نمیشه. این خصلت های خوبی عمر بود. چگونه همی انسان زبانش کشاده می شود، عمر را سرزنش میکند، ابوبکر را سرزنش میکند. خوش به حال همون جوانی که در همون حالت دندان این بدبخت را میشکند، خوش به حالش. بار حضرت عمر میگوید شب بود، اون حضرت از تمام اهالی مدینه خبر میگیریم، شب خواب نداشتند. آیا برای اونا خواب شیرین نبود؟ خواب شیرین بود، لیکن از قیامت میترسیدند، حق رعیت پایمال نمیکردند. شب بود. میگوید عبدالرحمن ابن عوف میگوید همراه من بود. شب وقتی در کوچه های مدینه میگشتیم، نگاه کردیم که در یک گوشه مدینه یک علاوه میسوزد. عمر گفت این کی باشد در این نصف شب؟ وقتی نزدیک آمدیم نگاه کردیم که یک زن 4 فرزند دارد، فرزندهاش گریه دارند، با آواز بلند میگویند مادر جان گرسنه ماندیم، مادر جان گرسنه ماندیم. عمر وقتی صدای این میگه تفلکا را شنید، عبدالرحمن میگه دیگر طاقت نکرد و از این مادر پرسید در این دیگ چی داری؟ گفت در این دیگ آب دارم و در داخلش یک چند دانه سنگ را پرتافتم و این فرزندها را فریب داده ایستادم که الحال خوراک شما تیار می شود، الحال خوراک شما تیار می شود. شاید که اینها را خواب برد، لیکن خواب نمی برد. این مادر میگوید عمر را نشناخت، ندانست که این عمر است. حضرت میگوید دوان عبدالرحمن را گرفت و با بیت المال آمد میگوید یک مقدار روغن و یک مقدار عسل و یک مقدار آرد را گرفت و آمد. میگوید خود عبدالرحمن میگوید حضرت میگوید آمد که الک آتش خاموش شده است. خود میگوید علاو میکرد، پوف میکرد، از ریشهای مبارک میگوید دود بیرون میشد، گلوی مبارک میگوید دود فرا میگرفت، پوف میکرد، علاوه این دیگ را در داد. خود با دست خود میگوید یک آتله تیار کرد و در پیش این زن و کودک ها گذاشت. این زن گفتن که خوش به حالت، گفتن ای مرد، گفتن کاش که در جای عمر تو میشدی و این مدینه و این خلافت مؤمن ها زیبنده تو بود. گفت چرا عمر در تخت خلافت نشستگی است؟ عمر میگوید گفتن ای مادر، گفتن این شهر کلان است، عمر به همه این نمی رسد، عمر از حال همه شما درکدار نمی شود. میگوید وقتی خوراک دادن همین عمر امیر المؤمنین وقتی میگوید نگاه کرد که کودکا خوراک خوردن، سیر کردن، خواب کردن، عبدالرحمن میگوید یک سنگ کلانی بود، از پس همون سنگ نگاه میکرد کودکا چگونه خواب هستند. وقتی اونها را در حالت خواب دید میگوید پس گشت آمدن و میگه به این مادر اعلان کرد که سحر به مسجد بیا، اونجا من برای تو عمر را نشان میدهم که عمر کی هست. عبدالرحمن ابن عوف میگوید وقتی که ما سحر بامداد خواندیم نگاه کردیم از دروازه همان زن با همراه کودک‌ها در آمد. وقتی عمر را میگه در محراب دید و مردم همه مراجعت دارد امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، این زن میگوید خجالت شدن، گفتن ای عمر، گفتن مرا ببخش که من شب خیلی شما را سخنهای درشت گفتم، سرزنش کردم. عمر گفتن نه، گفتن این سرزنش نبود، تا بروز گفتن حضرت عمر من خواب نداشتم، تا بروز گفتن من در گریه بودم که حال شما را در قیامت چی جواب میگویم. و میگوید گفتن ای مادر از من راضی شدی؟ گفتن راضی شدم. گفت در اینجا یک مکتوب بنویس، با دست خدا ترسی را ببینید، یک مکتوب با دست خود بنویس
و بگو که من از عمر راضی هستم و نویسان که من از عمر راضی هستم. عبدالله ابن مسعود فریاد زد، عبدالرحمن ابن عوف فریاد زد، گفت در زیرش امضا کنید، امضا کنید که این زن از عمر راضی هست. میگوید امضا کردند و گفت ای گفتند پیروان عمر گفتند وقتی عمر از دنیا میگذرد شما را به خدا قسم میدهم که همین در پهلوی من در قبر همین مکتوب گذاره تا که در پیشگاه خدا من جوابگر نباشد. عمر چگونه شخصیت بود، این گونه خدا ترسی داشت. این نجس ها و این بدبخت هایی که عمر امروز ملامت میکنن خودشان چی خدمت کردن؟ خودشان کی هستن اونها؟ اگر اونها را تفتیش کنیم با ما که یگان حرامی هست وای از ولد زنا هست، وای حلالی نیست، بار هم وای بدبخت دو رکعت نماز تهجد در شب خواندگی نیست، یک آدم نمازخوان کردگی نیست، میخیزن عمر سرزنش میکنن. در این مسئله ما و شما با احتیاط باشیم و این عمری هست که برای نماز با جماعت اینقدر کوشش میکردن. اگر عمر از خدا نمیترسید پس کجا خیس رفت برای یک آدمی که در قوم در جماعت اشتراک نمیکند برای او شده اینقدر سرگردانی کردند و یا اینقدر تحقیر کردند. انشاءالله من جمعه آینده در باب این فضیلت های نماز جماعت باز با شما صحبت میکنم، زیرا خیلی حدیث های پیغمبر خدا ناگفتمان و به همه شما خبر میدهم که روز سه‌شنبه چگونه که همه شما انشاءالله میدانید یا کسانی که ندانند روز سه‌شنبه ما و شما باید که روزدار باشیم. یعنی روز دوشنبه خدا خواسته باشد نماز تراویح میخوانیم، کار کنین که البته جماعت های مسجد ترک نکنین. برای همون چهارسومی که در صدقه فطر ما و شما را میدهند برای او شده ترک سنت پیغمبر در راه ندهین. کار کنین که نمازهاتون در مسجد خوانده شود. زود است که این میگذرد، صدقه فطر شاید اون 50 سامان شود، 100 سامان شود، لیکن ثواب این نماز با جماعت، ثواب اینی که در مسجد خوانده می شود، این خیلی زاید است، خیلی زیاد است. و به همه امام ها هم یک التماس دارم که در همین یک ماه مبارک کار کنند که در بین مردم ترغیب و تشویق کنند، مردم به سوی مسجد دعوت کنند، در بین مردم در نیم ساعت اقلا جدا کنند، در بین مردم امر معروف کنند، نهی از منکر کنند. این افضل و بهتر است. چند برادرها امروز در مسجد که برای بنای مسجد امروزها ما و شما میدونیم الحمدلله که خیلی کار یعنی با صورت بلند رفته ایستاده است. اینم باشد البته از یاردم شما خالی نیست و امروز خیلی یعنی گرانی و وزنینی در ساختن البته عمارت ها آمدگی است که همه شما میدانین. اگر مبادای از شما من یک خواهش دارم که در خانه هاتون اگر همین ارماتور داشته باشین کدام مثال اندازه نباشد. این کاری بسیاری یک چیز است که اگر هر کس یک تایی پرتاید میدونید چند قدر ارماتور میشد، ثوابش مثال برای شما میرسد. امروز همه این دماغ قوت پیدا کردن نمیتونیم که خریم، همه این بسیار خراجات کلانی هست. بازم این الحمدلله که امروز خیلی آدم ها یعنی یاردم ها کردن. میخوام در حق اینها ما و شما یک دعا کنیم که برادر ما مقسوم میرزا از که سیمین فروش هستند سیمین روان کردن، اکای بهرام در حق پدرشون گفت از دعا کنید. برادرمان حاجی بوری خان که اعضای مسجد ما و شما هستند و اینم برادرم در مسجدم سوم یاردم کردن. یک برادر دیگه میگه جیر قلم میرفته است، همینجا یک مبلغ گذاشته است که در حق من دعا کنید. انا ارکیتکتری شهرم برای کشیدن رسم همین مسجد خدمتی خودشان گذاشتن، در حقشون گفتن دعا کنیم. برادر ما خیرالدین پسر اکای باقی مراد که یک قالین میگد آوردن به مسجد، فتح الله پسر بابا خان و مگزین ساختمانی که میخچه و تخته و دیگر چیزها آوردن در حق اون کسانی که در ساختمان مسجد یاری رسانده ایستادند. یعنی در اینجا باز زمانی که جوانهایی که ما با پول کار میکنن باز مثل بابای حاجی شاهین و بابای شریف و دیگر دادرهایی که من
و اونها خبر میدهم میان در اینجا خدمت میکنن. خیلی خدمتی کلان اونها وسیله ایستاده است. بابا استاد شریف است، برادرمون شیرعلی هست، حاجی نعمت الله که خیلی با کم ازش خیلی خدمت‌های زیاد میکنه در همین مسجد ما، و یک معلم دیگر هم 100 سامان آورده دادن. برادرمون اکبر در اینجا خدمتاشون هست. اینجا بسیار در حق صندوق خیریه هم خدا را شکر که یعنی هر جمعه ما از این حساب صندوق خیریه همین معاش جوانها را دادن میتونیم، هم کسانی که در مسجد علاقه خدمت کرده ایستادند. محمد برادرمان 50 سامان سری نو یافته است، دعا کنید که یعنی قاری قرآن شود گفته. خب برای پایه های مسجد هم یک برادرمان حاجی هم در همین جای یاردم کردگی هستند، در حق پدرم گفته است دعا کنید. و محمد رحیم سنگ آوردند.